شهریار نور دیده از ما سلام بادا. تا این نفس رسیده از ما سلام بادا. بر رفتگان عقبا پیک دعا تلاوت، بر زندگان روی دنیا سلام بادا. بر انتظار وقت پرنده مهاجر، بر مخلصی اصیل و شیدا سلام بادا. گر رفت اشتباه صد عذر کم بودی ها، بیگانه و خودی ها بادا سلام بادا. السلام علیکم بر هر نفری که خود همین لحظه بر شبکه پیام تیوی پیوست و گوش بر صدای ما، چشم به دیدار ما، دیده به دیدار ما رسید. السلام علیکم. بر هر نفری که طول 2 ساعت انتظار است که چرا امروز برنامه پرنده های مهاجر صدا نداد، السلام علیکم بر شما نیست. خب ما وعده داده بودیم که موافق خواهش شما برنامه را اندکی بعدتر آغاز میکنیم تا همگان از کار فارغ شده باشند، چون با وقت مسکو برنامه را طرح ریزی کردیم که با وقت مسکو ساعتی 18 صدا دهد. خب بر هر یک نفری که در برنامه های گذشته فرزندش را گوش کرد، پیوندش را گوش کرد، بر بیبی جان هایی که امروز امیدوار هستند، گوش و چشم بر شبکه پیام تیوی دارند که فرزندشان بر آنها نیز پیام میفرستد، سلامی میگوید، حرف میزند، صدای خوش فرزندشان را گواراترین صدای دنیا را میشنود، بر آنها نیز السلام علیکم میگویم. بر نفرانی که همین برنامه چی لازم، پرنده های مهاجر گفتند، بر آنها نیز السلام علیکم. باور دارم که اینها باز هم وارد میشوند و گوش میکنند ما را. خلاص السلام علیکم بار دیگر بر همه شما، یعنی سلامتی میخواهم بر یکی شما. میدانید همین کلمه السلام به تو سلامتی میخواهم با زبان روسی هم عیناً ترجمه میشود здравствуйте، یعنی که به شما سلامتی میخواهم. باز کلمه رحمت هم همین طور است، رحمت یعنی خدا به تو رحم کند. спасибо یعنی да спасет вас Бог. спасибо میگویم وقتی تلفظ زده بر آخری حرف گذاشته می شود. خب امروز برنامه پرنده مهاجر است و با شما دیده به دیدار رسیدنمان را شکرانه می گوییم بر خداوند کریم و منان، بر آفریدگار خوبی های روزگار شما. انا همین لحظه ها را مناسب ما گرداند که شما می شنوید، می بینید، ما حرف می زنیم، خرسند می شویم. دولت چیست؟ دیدار یکدیگر دیدن، به دیدار یکدیگر رسیدن است. مخلصان عزیز و عالی قدر برنامه پرنده های مهاجر از ما خیلی خواهش ها بسیار هستند که من بعد برنامه را چی موضوع های بخشیده باشیم. مثلا نفری گفتند آرزوی مهاجر نام گذارید من بعد برنامه را. بله، این خواهش شما را هم نوری دیده میکنیم. البته در برنامه آینده عیناً همین موضوع را میگیریم، اما برای امروزه برنامه موضوع علاقه دقیق کرده شده بود. این برنامه موضوع اسراف را در بر میگیرد. خب محض چرا همین موضوع را میدانید؟ خیلی وابسته است بر مهاجرت، به حد وابسته نسبت به همه دیگر برنامه ها، دیگر موضوع ها، چون که زحمت اساسی را برای جهت مادی و معیشی و معنوی هم تامین کردن اهل وطن مهاجر برداشت دارد و همین مهاجر است که بارگران زندگی را میکشد. اگر زحمت او را قدر کرده درست استفاده نبریم، پول دریافتش را اسراف کاری کنیم، آنگاه اوبال بر دوش ما وطنداران میرسد. اسراف کلمه عربی است. این صرفی از به اندازه، صرفی از حدود بیرون، یعنی خراجات بیهوده است معنایش. و اسراف همه ما میدانیم که حرام است. میگویند که صرفه سر دسترخوان سوداگری هندوستان. بیهوده همان پیران روزگار دیده از سر دسترخوان کم 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 صرفه نمی کنند که یک روزی نبوده در به زندگی، بر دریده زندگی در به می شود.
و این رو البته آن نفران میدونند که با زخم میسوزند یا اینکه با همین دستان پرمشقت خود زحمت کشیده پول یافتند، مهنت کرده زندگی پیش بردند و آنها میدونند که لحظه های بود به پول به غذا ماندند و روزهای شاید اندک اسرافی کردهشان را به خاطر آورده پشیمان شدند. خب اسراف از همه بیشتر در وطن عزیزمان در کدام حالت رخ میدهد؟ من میدونم که آنقدر ثروتمند و آنقدر خودپسند هم نیستیم که اسراف کار باشیم، اما بیشتر اسراف از روی تملق، از روی بر نفر دیگر مانند شدن و آرزو از حد بیرون کردن و تعصب کردن ها تملق نه تعصب است که بر ثروتمندتر تعصب میکنند و زور میزنند، زور بیهوده و میاد میشکنند و مهاجر بیچاره زحمت میکشد، کار میکند، در سردی های روسیه سلامتی را از دست میدهد، مبلغ مییابد، شاید با مبلغ یافتهاش خانه مییابد، در مییابد، فرزند و نبیره و ابیره و جهاز مییابد، اما در آخرتر عمر هنوز از جوانی اندکی نگذشته این همه را صرف میکند و سلامتیش را برگردانده گرفته نمیتواند. عجب است، انسان پول کار میکند سلامتی را بای میدهد، بعد همان پول یافتهاش را 2 کرات هم صرف کند سلامتی دریافت نمی شود. گوهر بی‌بهای سلامتی را برای نگه داشتن خصوصا بانوان عزیز ما از تعصب کاری کم درک خودداری کنند و از اسراف دست کشند بهتر می شد. میدونید درباره اسراف من خیلی جستم یک حدیث پیدا کنم، چون احترام اهل مسلمانان بر حدیث بیشتر است، چون که گفتار به هر حال گفتار حضرت پیامبر است، درود بر روانشان، رفتار و کردار و گفتار و عادات همه روزشان. و از یک معلمه عزیز که خیلی دانشمند علم فقه و حدیث هستند از آن کس پرسان شدم، گفتند در مسند امام احمد، در کتاب حدیث ها مسند امام احمد آمده است که وقتی حضرت فاطمه را به شوهر می دادند، خداوند از آن کس راضی باشد، در همان بخچه میگویند در قلین عروسیشان، در جهاز عروسیشان همگی 3 چیز بود. این چی بود؟ این قطیفه بود که متاعی است که هم بالا پوش می شود، هم در زمین گسترده بالایش نشسته می شود. یک کوزه بود، در آن آب نوشیده می شود و با آن آب دست و روی شسته می شود. و یک بالشت بود، درونش پخته گرم و نرم ما نبود، پری قوان نبود درون آن بالشت فقط یک گیاه خوشبوی بود که نرم بود و هم بالشت را نرم نگاه می داشت و همین 3 چیز بود جهازشان که با آن عروسی کردند. اکنون برمیگردیم بر زمانی ما که خود را مسلمان میدانیم، خود را پیروان این همه الگوهای شایسته اسلام میدانیم، اما جهاز عروسی ما امروز چقدر بسیار اسراف دارد. من نگفتم، الکی شما پیش نظر آوردید 1 صندوق لباس از جانب عروس، 1 صندوق از جانب داماد، 20 کرته از این طرف، 20 کرته از آن طرف، کرتوار. البته همش را نمیدوزند. چقدر چینیواری، چقدر ظرف ها، چقدر یا خود دسترخوان چندین عدد که قریب تا آخر عمرشان میرسد، اما افسوس که تا آخر عمر استفاده نمیبرند. باز یک کلمه عجیب را برای خود یک شعار کرده گرفتند، از مد مانده است، قفا مانده است. یعنی 2 سال پیشینه این از مد مانده است، نوش را باید گیرند. کهنه‌اش چی؟ برای همان دسترخوان کهنه هم یک مهاجر شاید 1 شبه که عمرش نخوابیده تا سحر در راه ماشین رانده است، یا 1 روز خنک زمستان در آهنهای بلند ارماتور برآمده میخ کوفته است یا خیش چینده است. اینش را فکر نمی کنند. خب درباره عروسی گفتیم. امروز من فکر کردم که شعرکی که موافق عنعنه برنامه میخوانم در کدام موضوع باشد. در موضوع اسراف که شعر بسیار نداریم و من امروز شعر را درباره عروسی گرفتم. گسل نام دارد.
در هر یک خانواده که دخترکان قدرست به وای میرسند، خداوند بختشان را از در و دیوارشان بارانیده باشد. گفته آمین میکنیم. هر یک دخترک قدرست عروسی شده خانواده شما را یک خواستگار خوبه آمده باشد که گرفته برد، در جای رفتش آسوده باشد. هر یک شه پسرانه که امروز در خانواده ها قامت بلند کرده به وای میرسند، صاحب گل عروسکی زیبای باشند که خدمتی خسور و خوشدامن هم کرده باشد. و خیلی در ما میگویند به برار، به قرار، خدمتگار به معنای نیک البته، و صاحب همون خانواده شود. خب شعر رو میخونم، بعدا زنگ های شما را در این بابت قبول میکنیم. شعر گسیل نام دارد. دخترم میروی از خانه پدر، دخترم میروی از خانه پدر، گل نیلوفری نازی شو. دستیارک بودی به منتکک، به همه خدمت خود راضی شو. میروی کرت سفید به امید، وقتی تو سوی دیگر خانه کنون، ارکگی هایت همین جا ماند. دخترم گریه نکن، گریه نکن. خانه شوهری تو مکتب عمر، درس خوشنامن جان، درس حیات. مادر جان گفته به جانش جا شو، سخنی بد ز دهانت نبرد. دختری نازگل تور بسر، گل عروسک به دیگر خانه شده. باش دانسته که در خانه پدر مهمان بودی و بیگانه شدی. زندگی هرچی بیارد به سرت، به همه قابل تا باور شو. آبروی خسر و خوشدامن، باعث فخر پدر مادر شو. میدانید بزرگترین تحفه از دختری به شوهر برآمده شما چیست؟ این خالتا سوغاتی نیست. این چاله طلا، این مرجان طلا گوشواره نیست، نبیارد. بگذار همون دسترخوانش را هم نبیارد. بزرگترین تحفه برای پدر مادر این بر پدرت رحمت گفتن خسورش، بر تربیت دادت رحمت گفتن خوشدامنش است. یعنی بهترین تحفه از فرزندان برای والدین این آوردن آبروی و نام نیک است. خب سخن بسیار گفتیم، از موضوع اسراف برآمدن نمیخواهم. قبل از آن که زنگ شما را قبول کنم، یک حادثه خردک را از حیات مهاجران گفتم میگذارم. در روسیه یک دیسکی، همان توی فیته میگویند بر زبان تاجیکی، فیته همان توی خانه‌دار شوی را بردند. و البته که تاجیکان دوستی بسیار دارند، مهمان نواز که هستند، با روزها هم زود دوست شدند، با همان روزها دوستی پیدا میکنند و آنها را هم به خانه دعوت میکنند، صف میکشند، مینشینند و توی خانه دار شوی تاجیکان را تماشا میکنند. از آش نهار سر میشود. آش نهار کمش 200 نفر از طرف عروس، 200 نفر از طرف داماد، همسایه های گذر بالا، گذر پایان و این همه همسایه ها جمع می آیند. حتی همسایه هایی که نه طرف عروس میشناسد نه طرف داماد میشناسد. خب این اسراف نیست، این آش خدایی است. البته خلق خدا را میخورانند، اما اکنون گوش کنید. توانند موافق کیسه شان، موافق زور میانشان اگر باشد بهتر می بود. و بعد آش نهار، دسترخوان توی، یک رستوران بزرگ، یک طربخانه، گویم طربخانه، همه میزش پر از انواع نعمت. شاید همان عروس و داماد در حیاتشان احیانا در توی ها اینقدر ناز و نعمت را دیدند. آیا بعد خانه دار شوی که ایشان را زندگی در پیش می آید و خراجات توی خیلی بسیار بود و بعد این همه خراجات شاید خیلی نفران قرضدار هم شده باشند، آیا می توانند آش پلو کرده تناول کرده باشند؟ خب وقتی روزها تماشا می کنند، انا همان توی را می گویند زحمتی که شما در ملک ما
در سردی ها و گرمی ها و در این گاه ها به خانگی ها و گاه ها به خانگی ها میکشید، نخود برای این قدر مردم را خوراندن و این قدر جهاز کردن و خراجات بیهوده کردن صرف کنید؟ چرا؟ انا برای چی زندگی شما دشوار است؟ البته که ما نگفته هم زنهایی که این لحظه گوش بر صدای ما دارند، ما را میبینند، آنها بیشتر میدانند. خوشنامان‌های هستند ما را تماشا میکنند، خصوصا از تاجیکستان که چندین نفر کلین فراوردند، چندین نفر دختر برآوردند. نوبت نبیره کلین و نبیره دخترها شد. اگر از یک سر حساب کنیم دیگر ولایت ها را نمیدونم، اما سغد ما، سغد باستانی ما، انا شهر ما، استرفشنی ما، برای یک دختر برآوردن هزاران مراتب گفتند، هرچند من کردند، اما باز هم آب و آرزو میگویند میکنند. جانب داماد اگر این همه خراجات معرکه را بردارد، جانب کلین از خردترین جهاز زندگی سر میکند تا به کلانترینش همه را تامین میکند. اکنون ببینید بابایان ما، بیبی های ما وقتا خانه‌دار شدند. شاید درزمال هم نبود در وقتی آنها، چنگ کشک هم نبود، تلویزور نبود، آینه نیلگون، شاید رادیو هم بود یا نبود که شاید در بخچه عروسی نمی بردند. اما وقتی خانه‌دار شدند، دو کس صرف کرده جام کرده، بعد یک سال درزمالدار شدند، بعد یک سال دیگر یک چیز دیگر پرقیمت گرفتند برای زندگی و آن خیلی برایشان عزیز می شود. امروز همه چیز هست، اما متاسفانه درک زندگی، رسیدن به قدر زندگی خیلی کم است. ببینید که بعضا کلینچک هایی که عمرشان دراز باده میروند به خانه خوشدامد، گردنشان 3-4 قبط زنجیره طلا دارد، تراس میگویند در ما، تیپچکه میگویند، یعنی زنجیرک دارد، اما داخل کلهشان آیا معلومات درباره زندگی هست؟ درباره اقلا معلومات علمی نباشد هم عادی ترین معلومات برای حیات داشته باشند یا نه؟ عادی ترین معلوماتی که برای تناول، برای همین خوراک تیار کردن تیار میکنند. انا چی خوراکی را با چی خوراک دیگر، چی سبزواتی را با دیگر میوجات همراه خوردن ممکن نیست. مثلا آیا در کلهشان این همه معلومات باشد؟ مکتب را خوندن نخوندن اینش را هم خدا میداند، رفتند آمدند، در سرشان فقط فکری پر کردن جهاز بود. خب اینجا یک حالت تکنیکی است، از چی باشد که زنگ ها را قبول کردن نشده ایستاده است. برای همین هم باز هم در ادامه برنامه اگر به دلتان نزده باشد من هنوز حرف میزنم. یک شعر میخونم برایتان، این هم برای مهاجر است. یا زنگ شد؟ خب زنگ را قبول میکنیم نباشد؟ مرحمت. اولینش الو. السلام علیکم. الو. بله خواهر جان شما را میشنویم، یا برادر هستند؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه پرنده های مهاجر. رحمت جان، رحمت، خیلی خوشحالم با شما زنگ گرفته، تماس گرفته. خب بله بهترین. خیلی این موضوع خاصی دل من است که چی وقت چقدر زنگ زدم، من یک بار پیوست شدم به شما. خب خورسند میخواستم که درباره همین موضوع گپ زنم. البته شبکه از شماست. همین با مادرها با اپاها میخواهم که خاص دل خودم گویم که قدر مهنت فرزندای خودشون رسن. البته توی های بدبدنا که خیلی صرفی بسیار میکنن، پس از آن پسرها فرزندهای خود بررسی میآیند، هوای خنک، سرد، قرضی تازه بیشتر میشود. البته 100% درست گفتید.
برای همین خواستی من خواستی من چقدر زنگ زدم به شما موضوع کشیبه با تماس پیوسته نشدم. همین موضوع میگفتم که همین نگویید که مادرای ما اپای ما قدر فرزند خود دانند، صرف بسیاری نکنند برای همین توی و انانه. البته مادران قدر فرزند را، همسران قدر شوهرشان را باید دانند، زیرا سلامتیشان را بله باید ایستادند. درست است؟ بله اپا جان، هوای سرد و خنک به خیلی ما خودم از مسافری به شما زنگ میزنم، خیلی دشوار است. عذاب بله میبینم، خیلی دشواری است. بله دشوار است. مسافر شهر خودت نه، کوچه های خودت نه، حقوق بله حمایت نمی شود. بله بله اینش را میدانم. درست البته گفتید. تک دارد، ما اینجا به قد نداریم این مسافری با میفهمم بله. کجای نرویم میگه شما اینجا به چیز کار میکنی، رفت تاجیکستان خودت بگرد. بله دلی که نمیکشد در تاجیکستان خودش باشد، اما آنجا کار که نیست. بله گفتی مقال خلقی گدا باشی در وطن باشی. بله درست. ابتان درست زنده گفتید. سلامت باشید، در پناه خدا. بردباری های زیاد به شما خواهانم. تشکر دارم. و زنگ دیگر را قبول کردیم. مالکای مرحمت. السلام علیکم. در خط علاقه نفر دیگری هستند. الو السلام علیکم خواهرم. مرحمت. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. خواهر جان در شبکه قرار دارید. مرحمت. دایره موضوع حرفی اگر گفتن سلام میخواید. علیکم سایما جان، باری دیگر تشکر زیاد خواهر جان برای این برنامه خیلی پرمضمون و موضوع روز. واقعا در دل همه مهاجران است این باید که این موضوع پیگیری کرده شود و برای مهاجران منبر داده شود تا درد خود را بگویند، که هر کسی در مهاجرت است و هر کسی دوری از فرزند و این درد در قلب در جانش قبول میکنه و گفته های شما را هم یک مرهم برای خودش چیکار میکنه قبول میکنه. خواهر جان من هم گفتنی هم که اگر تو زنهای ما، من همچه زن مادر، تو زنهای ما خودشان به این سرفهم نروند و درک کنن که اسراف یعنی از پول مهاجران میگیرن و به چیزهای نادرکار صرف میکنن، تو به همین درک موضوع نرسن دیگر همش بیفایده. باید مادرها زیادتر بالای این موضوع کار بگیرن. درست است. بالای این موضوع فکر کنن. دوری فرزند آسان است، دوری خانه و در آسان است. یک پولی که با مهنتی، با اینقدر مهنت پرمشقت، با زحمت، با خنک خوردن دستها، کفیدن رویها از خنکی، با دریدن پاپوشی ها به دست میام، باور که صرف کردنش دلت نمیشه، کجا رسد به خریدن چیزهای بیکار و بی ارزش. البته شما هم در خارج کشور قرار دارید. دارید. گفتنیم که آن چیزایی که صرف میکنن که ما سالها شد مهاجرت داریم به جای نرسیده، فقط مردم مهاجر پول میفرستند ما صرف میکنیم چیزهای بیکار. اگر ما همین چیزهایی که نالازمه بگذار پسنداز کنن، به خاطر آینده سالم بگذار برای دانشگاه داخل شدن صرف کنن، بگذار برای کتاب خریدن. مثلا ما همین چیزهای نالازم برای یک عروس 10 تا کتاب ضروری را خریده در صندوقش گذاریم، یا که پسنداز کنیم برای آیندهش، برای دانشگاه داخل شدن، برای دیگر آموزش فکر میکنیم. خیلی سطح زندگی ما هم بلند میشید، وضع اجتماعی ما هم به این درجه نمیرسید و مهاجرت هم کم میشه. بهترین بله. به این خاطر یک بار دیگر برای همه مادرای تاجیکستان سلام میفرستم و التجا میکنم به قدر مهاجران خود برسید. یک بار فکر کنید که هر وقت دروازه گشاده میشود، دستی هم بچه ها یخ کردگی میآید، باور که در دسته در میچسبه. آیا ما آشی ما میکنه که این قدر مهنت پرمشقت راستما دلم نمیشه که یک مهنت این بچه، من هم در مهاجرت فرزند دارم، دلم نمیشه که صرف بیهوده کنم. بگذار میگم برای دانشگاهش جمع کنیم، بگذار برای دانشگاه پسرش جمع کنیم، بگذار برای آینده نیکش جمع آوری کنیم، نه اینکه برای مردم چی میگن.
ما زیادتر مردم تاجیک داده شدیم، مردم چی میگه؟ بله بگذار ریا بچه من در غریبی عذاب بکشه، لکن همسایه من از همسایه کم نباشم. بگذار بچه من چی از مشقت بکشه، یا که شوهری من یا که اکا و دادری من، کرته من از کرته همسایه بالا باشه. این باور که میگفتن در عرفیت که انصاف دین صاف. بله بله اگر ما انصاف داشته باشیم دین ما هم صاف میشه. اسراف بیهوده به فکر من به ضرر همه هست، چی به ضرر وضع اجتماعی مون، چی به ضرر حتی سلامتی مون. البته از سبا خسته میشوه، چون وقتی فکر میکنین چرا همسایه چنین کردم من نکردم. بگذار هر کس برای خودش زندگی کنه که قدری توانش، هر چیزی که داره برای خودش داشته باشه. ما پسرا رو مجبور نکنیم که برای ما پول فرست و ما مثل همسایه داشته باشیم. بله دیگر خدا نگهبان سیما جان، بهترین برکت در کارهاتون. برای تمام مهاجرا هم شما در میگم برار، برای همتون خداوند نگهبانتون باشه. در غریبی دیدار پدر و مادر برسین، عائله های سالم داشته باشید و هیچ وقت خواری را نبینید و درک زندگی کردن، درک یک انسانی سالم بودن در قلب همه شما خداوند پایدار بماند. سلام علیکم و رحمت الله. بهترین سخنهای پر محتوا بودند. نفری که در مهاجرت هست درک میکند که ما چی گفته ایستادیم، درک میکند که این موضوع داغ است، داغ زندگی ماست. 3 سال یک مرتبه، 4 سال یک مرتبه می آید مهاجری تاجیک. نفر زنگ میزنند الکی. بفرمایید مرحمت. الو السلام علیکم. و علیکم سلام. خیلی خوب است که فعلا زنها. مرحمت. سلام و درود به پایان به کل مردم جمهوری تاجیکستان و به همه آنهایی که گوش به این برنامه خوب شما دارند. و در اول میخواستم اپا جان از شما منتداری خود را بیان کنم که در برنامه گذشته از شما خواهش کرده بودم که برنامه خود را بعد از ساعت 6 مانید. بسیار منتدارم که خواهش شما را به نوبت گرفتید. البته نوریده. و میخواستم راجع به موضوع امروز برنامه شما گفته باشم که چون درباره بسیار جهاز بردن با خود کلین ها را گفتید. متاسفانه وقتی که هست هم خیلی چنین هستن که وقتی که کلین ها به خانه شوهر می روند از جانب بعضی خوشتومن ها متاسفانه طعنه ها هم میشنوند که من تو چی آوردی، من اینقدر به تو من مثلا قلنگ دادم تو چی آوردی گفته. این به دخترها بسیار خیلی سخت میرسد و یک روح افتاده و شکست دل هم میشوند در زندگی. از این جهت آنها کوشش میکنند که با خود بیچاره پدر و مادراشون قدردان میکنند و با خود جهازها میبرند که طعنه شنو نشوند. و از این رو میخواستم از مادران عزیز که بسیار با احتیاط باشه در گفتار خود. خیلی در زندگی مهم چیز نیست، البته این در زندگی مهم احترام و یکدیگر فهمی در آینده همش میشود به مهنت هر دو همون جوان مثلا. و چی گفتنی هستم بسیار میخواستم که پدر و مادران فرزندهای خود را در دایره دین، البته از دین یک فهمیش و درک داشته باشند که مثلا در اسلام اسراف حرام هست. از این جهت وقتی که آدم یک فهمیش اسلامی داشته باشد درک میکند البته و کوشش میکند که در این راه جدیتر مناسبت بکند، احتیاط کارانه باشد و پدر و مادران فرزندان خود را به آن تربیت کنند که مثلا به قدر مهنت پدر و مادراشون برسند و در آینده وقتی که اون فرزند خودش مهنت میکند میتواند که قدر بکند مهنت های خودشان را. و مهنت در همه جا هست، البته چی در وطن خود باشه ما مهنت میکنیم و چی در مهاجرت. ولیکن وقتی که در مهاجرت آدم مهنت میکند این بسیار به قدر اون مهنت میرسد. فکر میکنم بسیار از مهاجران گفته های من رو درک میکنند و خواهش میکردم که از همه جهت ما با اندیشه باشیم در گفتار خودمان و در رفتار خودمان و البته که اسراف حرام است و این پایبند این باید باشیم. بله بهترین بود. تشکر خواهر جان. من باور دارم که سلامت باشید. بسیار تشکر. این حال که ما را میشنوند باور دارم که خصوصا بانوان، چون این موضوع محض بر بانوان تعلق دارد. مردها یافته می بیایند، مردها سرفهم متا نروند،
لباسواری نروند. اگر زن نگوید که باید کلین انا اینقدر لباس داشته باشد، مردان اینقدر زحمت کشیده برای صرف همان جهاز پول نمیدهند، کار کردن پول نمیدهند، زنها مجبور میکنند. ما که در معرکه ها میرفتیم اشتراک میکردیم، در همان 2 ساعت معرکه که ما امروز معرکه هم خیلی به حد بسیار داریم. برای یک دختر برآوردن اول میگویند نان شکنان پگاه توی فاتیه، بعد از توی آچ بینان داد و بینان طلبان دیگر و دیگر شرم شکنان و سلام و خیلی بسیار که این همه رو بافته می برآورده باشد. از اول نبود، فرموده یگان کتاب مقدس نیست، فرموده احادیث نیست. در این همه معرکه ها کلین در 2 ساعتی که دسترخوان گسترده می شود مهمانان می نشینند و کلین باید لااقل 7-8 مراتبه لباس عوض کند که هر یک سر و پایه که از پایان از همان پای افزالش تا تاقیش باید هم رنگ باشد، موافق باشد، هم نرخ هم شاید باشد. با این همه باید وارد شود براید. اما برای همان چیز را کار کردن خودی کلین که تا این حد مهنت نکرده است، مادرش نکرده است، البته باز هم بار گران بر دوش مردان است. بعضی زنها مرد ندارند بر زندگی بر دوششان و مجبور میشوند خودشان را به 4 طرف زنند، سلامتی را باید دهند، فکر کنند، زحمت کشند و اون را یابند برای دخترشان. زنگ دیگر را قبول میکنم. مرحمت. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. اپا جان خوب هستین شما؟ بسیار تشکر. امروز فعال هستند زنها، خوب است. اپا جان بسیار صدای فورم داره. تشکر زیاد برای برنامه خیلی جالب. خوب می ندارستم؟ من هم خیلی خرسند شدم که اینقدر برنامه حاضر همین چقدر گویم اسراف بیاد بسیار شده است. توی میکنیم، مثال معرکه میکنیم، یک عروس میشد کمش بعد 8 7 یا 10 کرتا میکنند. کرتای قیمت بکنتر اگر ارزان تر کنند قهر میکنند. من دیدگی هستم در همه خیلی نشه. بله. وقتی که مثال به خانه شوهر میرن او کرتاها آماده میبروید، هر سال هر مادی نو برآمدن میگیرد. خیلی به حد همین وقت اسراف میشود. راستی گپ انا درباره حاضر بسیار عائله های جوان و ایران شده ایستادن، میبرن خانه شوهر چیزای قیمت بسیار میبرن. خدا نکند نه که چیز بسیار عائله و ایران شده ها یک کم در گپی خطا میشد یا ناحرمتی نسبتی خصوص میشد. درباره همین چیز چاره جنجال همیشد. برای همین گفتنی هستم که همه چیز چاره که میبرید ای دخترها در پیش بخت، در پیش خوشبختی هیچ چیز است. هیچ چیز است. بله. برای همین خداوند همه با بخت یاد برای چیز شده. هیچ وقت نیو پدر و مادر نرنجانید. خدا به همه بخت سپید یاد به چیز چاره هم زندگی خوب میگذارد. درست است. باقی در پناه خداوند باشد. تشکر برنامه زیبا. تشکر برای سخنهای جالب شما. درست گفتید. نگاه کنید اینقدر انگشتری طلا، اینقدر گوشواره، اینقدر زنجیره های طلا، مگر آنهایی که خدا در قسمتشان بوده است و از همسرشان جدا شدند این همه را نداشتند؟ داشتند. صد راه جدا شویشان شده توانست؟ نه. فکر کنید یک وقتهای بود که الومینی همانه که در داخل ناقل های برقگزار هست از طلا قیمت بود و امروز زیر پا هم میخوابد الومینی. بعضا کودکان جمع میکنند و یک مقدار بزرگش را به کم ترک پول میفروشند. دیدید؟ یک مقدار بزرگ الومینی جمع کرده کم ترک پول میفروشند. یک وقتا از طلا قیمت بود الومینی. یک وقتا میرسد که یک مقدار زیاد طلا پیدا میشد و باز هم نقره از طلا بالاتر می شود یا باز هم همان الومینی بالاتر می رود نرخش. یک طلا متل رنگه است، دیگر هیچ چیز. زنگ دیگر را قبول می کنیم. بله. الو. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان. گپ زنید. سلامتی و ناست درست خوبه؟ بله شکر خداوند خوب. فر
موضوع برنامه درباره چی بود؟ اسراف بود. خراجات بیهوده معرکه های تاجیکی بود. ازبکی هم، قرقیزی هم، قزاقی هم. در آنها از ما بیشتر. اگر اسراف کن میگن که دام خران و اگه برادرش تایید کنه اگر چیکار بگم خب آماده نبودن به فکرم برای حرف زدن از موضوع برنامه آگاه نبودن، یا شاید میدونید یک دوست کتاب فروش دارم و دائما از همون دوستم قرضدار بودم. در تاجیکستان کتاب بسیار میخریدم و روز برای کتاب خرید یک کلینچک خوشرو آمد، دفتر خرید، یک چند دانه دفتر قلم خرید برای فرزندش و خیلی التجا کرد که همون 20-25 درهم ارزانتر کند. کتاب فروش میگوید آخر برای من از دفتر 2 درهم میماند، از قلم 5 درهم میماند، من چگونه میتوانم از نرخ خودش ارزان فروشم؟ آن خریدار زاره میکند که نخود یک دفتر انه قدر پول باشد. بعد رفتن اومد کمتر ملال خاطرم آمد، بر فروشنده گفتم چی میشد که میدادی؟ بیچاره پول ندارد. بعد فروشنده گفت تو میدانی 1 متر متاع در تنش بوده آن کلینچک چند پول است؟ و سر و تنش 1,500 پول می ایستد. دفتر نمی خرد. در کلای او فکر است که دفتر چی لازم؟ معلم گفت بردن ضرور است، باید برد به مکتب، اما فکر نمی کنید که همین مکتب است، همین دفتر است که فکر فرزند شما را بالاتر، فراختر از فکر شما تشکل می دهد و دیگر فرزند شما نرخ انسانیت را در متاع نمی بیند و دیگر او قرض باشد هم کتاب خریدن می خواند. انا در ملک خارج قرار داریم، در توی های اینها 15 نفر حضور می دارند. من هم از زنگ دیگر را من بسیار حرف زدم. الو السلام علیکم. و علیکم سلام. گپ زنید. من یک مهاجرم، با تمام مردم تاجیکستان سلام خود را عرض میکنم. با تمام مهاجرا، با تمام مبارزا، پروردگار همه ما و شما را در پناه خودش نگاه کند. با پیام برنامه شما رحمت کلان، برنامه بهت با منفعت آور است. مرحمت. کیفیت مردم میبردارد. پروردگار شما را موفق کند. تشکر برای زنگتون. در بابت موضوع چیزی گفتنی نبودید؟ گذاشتند. موضوع چی بود؟ اپا جان نمیدونم. موضوع امروزه ما اسراف است، یعنی خراجات بیهوده در توی و مرکه ها، در جهاز و در بهترین آذوقه و بهترین. خیلی اسراف، بسیار مردم ما بسیار اسراف میکنن در توی مرکه، بسیار به حد اسراف میکنن. چیزای بیفایده را میخریم، چیزای بیفایده را انتخاب میکنیم. بله. اسراف نکنیم. باید برای چیز خودمان آموخته نکنیم. بله، آموخته کردن، تعصب کردن بر همسایه، چرا او دارد ما نداریم. بله میفهمم. ما باید سببگاری اساسی زنهایند. شما هم به همین سخن طرف دارید. سببگاری اساسی زنهایند. آنها خواهش میکنند و بله مردان زحمت میکشند. نخود زنها، مردها هم گناه عیب داره. مردها هم باید برای چی این کار میکنیم؟ راه ما را ای دین اسلام دور بردن. برای همین نمیدونیم که اسراف چی است. درست است. این حرف هم درست است. برای چی مردها یکم درجه وظیفه خودش مرد باید بگه که این رو نمیکنی. زنک باید بفهمه.
بله مردها هم اسراف باید چیست، چیز حرام حلال اینا را نمیفهمونند. برای چی که ما را این راه دور کردن. ما باید به خود برگردیم. بر اصل خود ما برگردیم. مسلمانیم الحمدلله. بله درست. بله به اصل خود برگردیم. ما مسلمانیم. ما باید حرام چیست حلال چیست اسراف چیست باید ما بدونیم. بله بهترین. تشکر برای زنگتان. میدانید وقتی برادر حرف میزدن چی به خاطرم آمد. انا معرکه میکنیم زن ها میآیند مردها دو خیلی خوراک میپزند و تناول میکنند میروند، اما وقتی زن ها از در طرفشان از شیر برنج سفیدی سر میشود تو با اوش پلاو نو به نو خوراک، تو کباب و تو جازه و گوشت بریان و با دیگر خوراک های خیلی پر اقتدار، کالریش بسیار است و بیشتر این خوراک ها بسیار خوردنش ضرر دارد. بیشترش آن را پای هم خوردن هم ضرر می آورد، سلامتی را بوی می دهند. بغیر از این عدالت ویران می شود. می دانید چی خیل؟ شما که همراه نشسته در آن معرکه گوشت بریان می خورید، پول گوشت بریان را کار کرده در روسیه مهنت میکند، شما در معرکه در خانه گرم بالای اینقدر ناز و نعمت نشسته میخورید، او در سرده روسیه گاه برای درستتر پوشیدن بالایش کورپای حفظتر نمییابد، کورپا خرد پول میرود، پول را به وطن میفرستد. او که در روسیه شاید از داخل خلیب میخوردش روغن اون طرف استد، همون کنجد عادی هم ندارد، شیر هم ندارد، خنوکی است، خلیب میخورد، از بادراش پخته شده است. ما در وطن از حساب زحمت فراوانی آنها اینقدر دیگ معرکه میجوشانیم. گفتیم که خدای است، اما هر چیز باید یک ترازوی معین داشته باشد. زنگ دیگر برنده به حد امروز پرگو شد و زنگ ها باقی مانده ایستادن. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امروز خواهرکان ما خیلی فعال هستند. آفرینشان. الله پروردگار و مددگار و نگهبان همه ما مهاجرا و مسافرا باشد. خواهر عزیز مهربان، چند وقت باز خیلی زن کردم، الحمدلله امروز با شما در تماس شدم. راستی نو یک مادر سخنرانی کرد برای سردی ها و برای خنکی های روسیه و برای مثال فرزندانش. من که خود مهاجر هستم، من که خود در روسیه هستم، امران فرزندانم. همین روز من از روز که بیرون برآمدم راستی کمی کار داشتم. به خدا به درجه خنکی، خدا دروغ نکنه، شاید 30 گرادوس شاید 29 گرادوس باشد. این سیبیر است لیکن بشوقی همه خیلی خنک در یک طرف نگاه کردم، بچه ها چردک ده کار میکنن، بولو چردک همه خیلی علامم کردم، خیلی گریه کردم. یا الله گفتم پروردگار ما را همین مسافری و مهاجرت عذاب و غربت الله ما را رها بگردونه. اتوبوس ششتم تا خونه ما راستی چندین زنها شتاس لوچلس گفته خیلی دیگر نتونستم خدمت قپیده. به خدا دل میسوزه برای مردها، برای زنها را میبینم میروند، برف تازه میکنن، یخ میشکنن. آخه دیگه میگم خاکستر شوم که در تک زمین بدرم، برم که دیگه بیزار ایمی دنیا شدیم. به خدا یک چیزی شدیم امی زنهای مسلمان. بعد مثال در دیگه برنامه ها میگن ای مهاجرا به سوادن، مهاجرا احمقن، مهاجرا خچانه میفوره، کیره روز سخت سردی میفوره، فجان کیره میفوره. یاد کردیم نه مرده همون میبینیم نه زنده همون میبینیم. گفتی امی گفت که چندین شخصای بهترین در فاکس فوریدیم نتونستیم رفته. که خیر الله ما را مدد کنه. اله صف شمار زنهای با ایمان، صف شمار انسانها باز هم زیاد بگردد. الله مددگار همه ما باشد. خدای به درگاهش همین خواهش رو همیشه داریم. بسیار دعاهای نیک. سردی های روسیه را میدونم، ما در کراسنویارسک زندگی کرده بودیم، خنک بود، بله سرد بود، آب دهان می افکنی یخ کرده می فراید. یک دهانانی که میخوری گفتی همی چی اوقات مزه میکنی دیگه زهر بدن را میشوه و دیگه همی خوردگیت هم زهرت میشوه و بچه ها را میبینیم، مرده کار وضعیت وطن ها را میشنویم.
آخه دیگه نمیدونم که پرنده شوم هزار پاره شوم نمیدونم که دیگه راستی چی بگم چیکار کنم همین خسته شدیم و همچون مادر همچون فرزندان شکر الله فرزندان قطع نیو آخه خیش تورمون مثل مردم مهاجر غریب ندارن جای خوب بخدم یکتش احوالش و وضمینه باید تاجیکستان که خیلی مجبورن زندگی هم پولشو قسطه میکنن فرمون میتن خیلی با برای خاطر فرزند و برای خاطر پدر و مادر راستی به حد وضعیت رو بزه باید خیلی الله ای بد نکنه از این باید باشه نکنه درست است از این باید نکنه میدونید خواهر جان هنگام حرف زنی شما به خاطرم چی اومد من هم دیدم بودم زنهایی که در اتوبوس های مسیرگرد چی میشوند کاندوکتور میشوند پول راهگیرا میگذارند با آنها هم زنهای ما هستند خنک است ساعت 5 سحر باید در جای کار باشند تا 11 شب کار کنند کار باید کنند در یک روز 1000 روبل روسی میگیرند 150 سومانی تاجیکی در وطنشان کار باشد 2 روزه پول روسیه رو در یک ماه گیرند هم در وطنشان باشد تاجیکستان گل شکفته است بهار آمده است ها نگفته نوروزی می شود در روسیه روز نوروز هم یک وجه برف است سرد است به هر حال وطن ما نیست ما آموخته آن وطن نیستیم ما عادت کرده به آن طبیعت نیستیم زنگ دیگر رو قبول میکنم بله بعد شکایت نکنند که زنگ ما را نگرفتید السلام علیکم السلام علیکم اپراناز شما من نغزم از شما پرسیم برادر و علیکم سلام رحمت پامو هم ناز گفتیم در این برنامه شما اشتراک کنیم اپا خب به حد میندار هستیم اصراف است منوی موضوع امروزه ما رحمت ترماز باشه اپا ما هم همی اشتراک کردیم برای چی بود برای همه اصراف کردن اول چی کردن رکور اول اصاب این دختر آوردن شنوندن در کار یک اخلاقی خوب یا رفتاری خوب نشانشان دادن در کار بود درست است و بعد برای بسیارتری توی ها را با دبدبه میگذرونن بعد تیز جدا میشوند فهمی چون که سرطان بایا کلا کمبغل است درست فهمش درک دانش تماما کمبغل رفتاری خوب ندارن کلینا بسیارتر میان رفتاری خوب ندارن اپاکی برای یک حقی شوهر چه حقی پدر و مادر چه یگان چیزا مقصد که درک کردن نمیتونن بله آخر چیزا وردن میگویند همین طور آنها که نرخ انسانی را در جهاز میبینند بله اپا ما مهاجر شدگی ما اینا برای همین کار کردن زن گرفتن مقصد خودمون نمیرسه 3 سال میشنیم 4 سال میشنیم هیچ کار نمیشه که مقصد برای اولادور شا یگان کار تدیم یگان چیزای دست من درست است بعد اولادور شدن هم باز هم بار زندگی را در مهاجرت باید کشید برای گرانی همون چیزی که باید اولادور شا باید اولا برپا کنی برای همون چیزا خرج کلان در کاره که ما باید بکنیم نکی برای خرج کلان های جمهور همون خیلی شرایط نیستی همون را برای اولا برپا کنیم بله اینش هم فهمه درست گفتید و بعد با چی گفتنیم برای اینجا استفاده بوده برای چی گفتنیم برای مقصد که فرزنده هم یگان مکتب خوب یگان جای خوب ندارن که تحصیل کنن این ما حاجی برای خوب سخن کردن و برای چی نیست برای که تعلیم خوب نیفتیم تربیه خوب نیفتیم من فکر میکنم افا که هم یعنی ایروی همی آدما اگر تعلیم خوب تربیه خوب میفتیم اطراف کلان نمیکردیم امروز ممکن که ما سخنای بهترین میزدیم رفتاری خوب میکردیم این هم درست بله اینش هم 100% درست است 5 سال شد افکو این همی مهاجرت چی یاد میگید سهری میره کار بگم میای خونه یگان چی یاد نمیگیری بله درست گفتید
اگر یک مکتب درست می بود، در هر یک شهر دانشگاه می بود و همه دسترسی بر آموزش می داشتند، معلمان درست می بودند، رهبردی درستی می بود در وطن که این همه خرج و خراجات بیهوده را بر هم می داد و می گفت پای آموزش باشد، پای درک معنویات باشد، زنگ دیگر را قبول می کنیم. بله، زنگ ها پای در هم هستند، گفتنی ها هم خیلی بسیار هستند، در من هم در شنونده هم. زنگ دیگر. الو، فراموش نکنید لایک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله. سوی ما پای بزرگ خوب هستید؟ اینجا است خواهر گرامی. خب فقط بزرگ نیستم. بله، شکر. خوب آفری بزرگ. انشاءالله خوب هستیم. تشکر. خواهر بزرگ است انشاءالله، هم بزرگ است به قدر و قیمت انشاءالله. برای از خواهر بزرگ محجبه بودن هستید. بله راضیم. زیرا که بزرگی شما هم زن هسته، مادر هسته، پس آن یکی از ترغیب کننده دینی من هسته، پس برای من بزرگ است انشاءالله. ممنونم. سلامت باشه. اینجا من در مورد همین اسراف یک چند چیز میخوام بگویم اگر شما اجازه دهید. البته اجازه است. شبکه از شما. الله از شما راضی باشه خواهر گرامی. الله بزرگوار در قرآن عظیم الشأن درباره اسراف چندین آیت های زیاد دارد. اگر که اجازه است البته از سوره اعراف در آیت 31 فرموده است: ای فرزند آدم، به هنگام هر عبادت خوب لباس خوب بپوشید و نیز بخورید و بیاشوید، ولی اسراف مکنید که خدا اسرافکارا را دوست نمی‌دارد. بله. و این چنین در سوره اسراء آیه 26 آیه 27 بوده است: اسرافکاران با شیطان ها برادرند و شیطان نسبت پروردگارش ناشکر بود. یعنی که این چنین یک حدیث و سرگذشت از پیامبر گرامی قدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که اون سرور گرامی قدر میگه، نقل میکنن محدثا که چون میگه ما از حضرت علیقترش از حضرت عایشه مادر است که اون مادر بزرگوار میگه ما 3 ماه را، یعنی ماه اول را آخر و 1 ماه را پوره و ماه دیگر را از اول تا یک چند روز میانش را میدیدیم. در خانه پیامبر خدا میگه حتی یک آتش روشن نمیشد به خاطر پختن خوراک. یک آتش روشن نمیشد که یک خوراک پزن. سبحان الله که بینه که این روز مادرها خواهرهای ما یک بار درس حیاتی از گذشتگان از نیاگان ما نمی‌آموزند که بینن که اون پیامبر به اون قدر بزرگیشان هرگز با این قدر مشقت زیاد این دین آورن بر ما رساندن و ما دین از این دین را یک چیزی دوم درجه در زندگی خود استفاده میکنیم. اگر ما سرمشق خود زندگی اول زندگی خود دین را حساب کنیم هرگز به اسراف راه نمیدیم. باور که اینجا در روسیه خیلی خیلی مشقت زیاد است. سبحان الله اگر که اون مادرها را به همین خاطر من پیشنهاد میکنم که همون برادرها همون پدرهایی که اینجا هستند تو روسیه بگذار یک بار همون مادرها همون فرزنده همون دخترشه یا که همون همسرشه یک بار روسیه بیاره، یک چند ماه همراه خودش در روسیه بماند، پس بیند کیفیت زندگی را در روسیه. پس از آن حتما میفهمد که چه حال میشود زندگی چه حالت است در این روسیه. پس میفهمد با چشم خودش میبیند. درست است. بله یک درس زندگی میشود. بله درست بهترین. بله انشاءالله که من بسیار وقت خواهش میکنم از همه خواهرها مادرها که نسبت این شوهرهاشون نسبت برادراشون نسبت پدرشون بیرحمی نکنن. واقعا هم بیرحمی است. بیرحمی خاص است وقتی که میبینن روسیه نمیبینن که چقدر مشقت است. باور که 40 گراد 30 گراد خنک است، بیرون در برف روتست است، اصلا دستش دهنش گپ نمیگیره. یعنی یکم سخن گفتن نمیتونه، همراهش حرف میزنم سخن گفتن نمیتونه. از منهش میلرزد. درست دیدم. بله با چشم خود دیدم این همه را.
باور که هم از چشماش گیریه کرد، چشماش گفت یخ شد، اما آب دیدش یخ شد. من سبحان الله گفتم که چی حالت اینقدر عذاب ببین، مشقت ببین، اما خواهرهای ما نمیفهمن، مادرای ما نمیفهمن. من یک پیشنهاد دیگه تو هم مهاجرا میکنم که برادرای گرامی، هم هنگام پول میفرستید، شما اگر 20,000 روبل یا 50,000 روبل یا 10,000 روبل هر قدر میفرستید، شما باید دونه که زندگی همون ماهای شما همون قدر میشود. یعنی که اگر شما 10,000 فرستید، اون مادر همون 10,000 استفاده میکند، یک کار میکند، همون زندگی را میرسوند. اگر 50,000 هم فرستید، پس همون 50,000 هم استفاده میکند. یعنی که شما از اینجا بهتر است که همون یک مقداری معین هر ماه پول فرسته و ماندگیش برای آیندهتون، یعنی که جمع کرده یکم فکر خوبتر کردن در کار، یکم تجارت خوب کردن در کار، برای خواندن نبیره هایشون، فرزندانشون. درست. و دست بله زن بله بله این میپوشند. بله درست. و این اگر چیزایی هست که مثال من دیدم بچه‌ش. بله دادر جان، اگر همان زنها بسیار دلشان خواهد که برابر همسایه 10 تا کرته کنند، دیگر زحمت کشند، مهنت کنند، دوزند، بافند، سازند، فروشند. بله بله بله. زن اگر هنر دارد، به قدر هنرش رسد، به قدر مهنت رسد، هیچگاه اسراف نمی کند. بله درست گفتید. اینجا بهترین سخن ها بودند از قرآن عظیم الشأن، هم اینجا مثال آوردند. میدانید یک درختی بزرگ است، یک شاخش عفت، حیا، شرم، دیگر شاخش شهرت، دیگر شاخش ذکاوت است، عقل است، درک است، شاخ دیگرش معنویات است، فرهنگ است و همه این شاخ دیگرش دانش است، شاخ دیگرش رواج و رونق است. و همین درخت چیست؟ انا یک شاخش عقل است، همین درخت دین است. این همه شاخهای سرسبز درخت دین هستند. اکنون بینید از دین دور شویم، شاخها را از کجا میگیری؟ هیزم میشود. وقتی درخت دین مستحکم نشد، ایمان پرقوت نشد، آنگاه شاخها هیزم میشوند، اسراف میشوند، میسوزیم. درست گفتند. آتشه که فروزان نمیشد تا خوراک پزند. اهل خانواده رسول اکرم درود بر روان پاکشان، بر آل و اصحابشان. امروز کسی بیچاره زبان ندارد که گوید که من پول می نویسم. کسی بیچاره سحر تا شام می سوزد، چای میگذارند، بعضا جوشیده خشک می شود، از نواب میگذارند، یک سریال بینی می درآیند، یوتیوب می درآیند، چی پخته ساده است، سرود می براید، کینو می براید، چای بیچاره خشک می شود، باز از بالایش می اندازند. انا همین خیال گاز باشد پول است، اگر طبیعی باشد نباشد گازی بالانی هم. انا این همش اسراف است. درست اسراف است. نفر باشد که این همه را روزها میگویند که ریگولیروفکا کند، یعنی با تنظیم درآورد. زنگ نو همین روز برنده برنامه پرنده های مهاجر به حد پرگو شده است. شاید تیاری بیشتر دیده است در برنامه. مرحمت. الو السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام دادرم، گوش میکنم. در همین باره افراز کاری گاه میزنه، شما برنامه خوب تشکیل کرده. تشکر. اینا در تاجیکستان هم خب نوروز بهار باید در مهاجرتیم. دل میکشد که در وطن باشند، اما کار میکنند، باید خراجات اهل وطن را بردارند. همین خیلی. خب ادامه سخنشان خاموش شد. لطفا اگر خوب تیاری میدیدید، گل در راست زده حرف میزدید، زنگ زده. دادرک عزیز تشکر. در تاجیکستان بهار است گفتنی بودند. دل میخواهد که در وطن باشه، وطن میدراید به خواب مهاجر، گران است به حد عذاب مهاجر. دلش میزند گم به فرزندکانش، خدایا پناه ده
خطاب مهاجر همین یک خواهر گفتند چشمانش آب دیدهش میبراید از خنکی میلرزد دست و پایش و همان مهاجر شاید در اتوبوس خوابش میبرد یا در خانه چقدر آرزو میکند چشمم را کشایم که همان کنجکی صندلی خانه خودم باشد در نزدم فرزندکانم یا اگر عائله دار نباشد خواهر و برادر و مادرم باشد. گفته زنگ دیگر را قبول میکنیم تگمه لایک را پخش کردن از خاطرتان نبراید چون که لایک را پخش کنید برنامه عمری دراز میبیند. بله الو السلام علیکم. و علیکم سلام خواهر جان گپ زنید. خیلی شما اپا جان نیست؟ من همین خیلی خوب تشکر خیلی خورسند هستم همین روز. من خیلی خورسند هستم که شما این خیلی پروگرام ها داره. خوب تشکر. امروز درباره اشراف کاری هست؟ بله البته چون این گذاشتم نام موضوع را. منم همچنین از زن مهاجر هستم در شهر روسیه در کار میکنم. یکی البته زنهایی که میشینن خونشین هستن به قدر پول به قدر زندگی به قدر یگون چیزی دیگر نمیرسن. البته ما باری زنها بیان کار کنن شاید فهمن که پول چه خیلی میوبی چه خیلی کار میکنی چه خیلی زندگی میکنی. در روسیه باشد توی های روزها را هم دیدگی بودگیستید همین طور؟ البته یک توی تاجیکان شاید به 10 توی روزها رسد پولش همین خیل؟ بله متاسفانه همین خیل. باز میگویند ما مسلمان هستیم آنها مسلمان نیستند. مسلمانی در کدام حالتی ما دیده شد وقتی که یک تویمان پول 10 توی غیر مسلمانان است همین طور. خواهر جان باز چی ها گفتن میخواهند؟ خاموش شد. بله چه سبب باشد که تلفنشان خاموش شد؟ در آغاز برنامه گفتیم بر نفرانی که خود حاضر پیوستند سلام میگویم. بر نفرانی که این برنامه چی لازم گفتند باز پیوستند با آنها هم سلام میگویم. مقصد برنامه چی است گفتند باز پیوستند سلام میگویم. بر نفرانی که لایک را پخش کنم چی شود نکنم چی شود لایک گذارم چی دیسلایک گذارم چی باز دیسلایک گذارم. نفری در کامنت های زیر تحقیر نکند گفته ایستادند پخش کنید. از شما چی میرود؟ پول کو نمیزند از تلفنتان برای لایک گذاشتن. لایک گذارید هر قدر بسیار شود برنامه ما عمری درازتر خواهد دید. زنگ میزنند. الو سلام علیکم. و علیکم سلام دادر جان یا برادر هستند بفرمایید. سلامت باشید. به نهایت شدم که در برنامه شما اشتراک میکنم. خب شخصا به حد باور کنین پروگرام خوب برداشتین به نهایت خوبه برای که اسراف به حد زیادی بد همین سبب باشه که بسیاری مردم ما در همین روسیه عذاب میکشنده. منم یک نفر مهاجرم باور کنین طولی 2 سال 2.5 سال میشه که خونه رفتن نمیتونیم. این شبیار او شبیار با همین دانیم همین نرخ نمو در آسمان رسیده باور کنین به هیچ نمیرسیم. 100 بار شکر اکنادو نکه عاقبتش بخیر باشد. عاقبتش بخیر. بله نرخ و نوا را هم دیدیم دارفت بنزین قیمت می شود راهگیرا قیمت می شود. راهگیرا زیان بر کیسه دانشجو است بر کیسه همان مسافران است. البته غذا قیمت می شود. بله کیسه ما عاقبت آمده به همه کیسه مهاجران میزندن نرخ نوا قیمت شد. هیچی در مثال 1000 روبل کار میکنین در روزش هیچی فایده نداره. با وقت نمیدونیم چیکار کنیم. خیلی 100 بار شکر خدا این حاضر برای فرصت مناسب استفاده بود. تمام مادرها را به عید گذشته تبریک میکنم. عید مادر به حد مادر من باور کنین به حد مادر طلایی امروز خطا نمیکنم زیرا که من مثال در اینجا کار میکنم ده تنگه روی میکنم مادرم در اینجا همون پولی مرا بیهوده را از خود نمیکنه همون را مثال یا ایسو سودا میکنه بیزنس میکنه 100 بار شکر خدا اینا 2 ماه 3 ماه میشه همین پول عبارات داده خیلی 100 بار شکر زندگی نفسی دسای
بهترین خوب آیان باش. یعنی که با زحمت پسرشان با مهنت های پسرشان دلشان میسوزد بله بله و بله بله بیهوده صرف کردن بله. نمیخواهند پول زنگ میزنه بچم میگه بچه جان تو ما کسب نکنم 30 دقیقه 100 بار شکر به فکری خوب کردی 100 بار شکر که چنین مادر جان داده است خداوند با شما بله عمرشان دراز باشد بله بله این بهترین فرصتی مناسب استفاده برده مادر جانم دا سلام گرم خدمت میرسونم ان خدا نصیب کرده باشه خدا تنجی را بته میریم یک روز نه یک روز همه کلمای مدام خدا انصاف میداده گیسته یک فکر کنن که این قپول و مال دگیتون هم نمیبرین اقتصادی کم ترکه فکری ما رو هم کنین ما دریجه تو که از آب کشته گردیم خب درست بهترین سلامت باشید شما به نهایت منت داریم که برنامه‌های خوب پیش میگیرین پرابلم های خوب میبردارین هزار رحمت به شما بسیار ممنون هستم زیاد به نهایت شده من شما رحمتی کنم بسیار تشکر اگر تب خاطر شما برداشته شود اگر مفید باشد فایده بر زندگیتان از گفتار ما از برنامه ما رسیده باشد بسیار منتدار هستیم دادر جان مقصد ما هم همین است که زندگی ما درست راه اندازی شده باشد اینجا درباره مادر گفتند ما هم یک زمان کلینچه که نادان بودیم کم میدانستیم و ما هم خوشتامنهای داشتیم که در زندگی آموخته شده بودند سالار بودند و خیرتمند هم بودند وقتی ما سبزوات بسیار برداشته می آمدیم خوراک میپزیم از سرش کمتر گرفته میموندن می آوردیم از سرش گرفته میموندن ما یک روی ترش میکردیم حرف نمیزدیم به هر حال خوشتامان است بعد روزهای میشد که دیگه سیاه نمی جوشید از همان گرفته مانده هایشان گرفته می بر آمدند و همان دریده زندگی را که در به میشد خیلی میگویند و میفهماندند که صرفه سری آتشدان سوداگر هندوستان یعنی سوداگران هندوستان با آن قدر پول دارند که از سری آتشدان ما صرفه کرده دوام زندگی من را میبینیم و در نتیجه ما به غذا نمیماندیم خانه همسایه گفته نمیرفتیم به هر حال در هر یک خاندان مادر پردان باشد مادر خیرتمند باشد خوشتامند جانهای باشد که این همه را درست راه اندازی کند تا که کلین ها هم علامت خیلی خوشتامند شوند آینده زنگ دیگر را قبول میکنیم مرحمت السلام علیکم اپا جان و علیکم سلام دادر جان گوش میکنم شما را انشالله که سوزن تنجین البته شکر خداوند تنجافر و خوبافر خداوند تعالی صفحه خیلی شما را خیلی زیاده گردونه که در خیلی برنده ها اپا و خواهرامون رو بینیم با خیلی سطر با فارم مسلمانی باشن نه خیلی ژورنالیست های تاجیکستان که پزار میکنند در تمام جهان ما را خداوند زنده و نگهبانتون باشه خواستم که برای همی اصلاحکاری گپ زنم اگر امکانیت باشه یگان که همی برنامه ها رو همی حیوان ملت ما تماشا کنن یک پیشوای ملت میگنش کم ترک درس عبرت و خودش گیره که مردمش در تمام جهان اگشنگی هم مرده سایده در این تاجیکستان خچم اون نوروزی ها را و سال نوی ها را پرازنیکه دیستن اگر امکانیت میشه این برنامه های تاجیکستان را دیده میتونستن هم با بله در تاجیکستان گوش میکنن ما را در گوش میکنن اپا جانو با اون اینترنت های تاجیکستان او را تماشا کردن نمیشه چه خیلی که امکانیت ها در دیگر شهر و در دیگر دولت ها هست تاجیکستانی ما در خیلی اینترنت نیست اینش را میفهمم در آغاز وقتی سلام گفتند میخواستم گویم به خاطرم آوردید نفرانی که از تاجیکستان پیوستند و با ما شکایت میکنند که همون دایرچه اینترنت دور میزند سرش چرخ میزند بله اپا جان راست است و یکی برنده هم آن نشد که پرنده مهاجر گفت دور میزند حالا که برنده خیر گفت برنامه گذشت اینترنت پیوست نشد خب درک میکنم ما هم اصلا نسبت جامعه پر شما را نگهدار باشه صفی هم خیلی شما را بسیارتر گنم ما خود خیلی راضی هستیم که هم خیلی اپا مثل شما است که کم ترک ما میتونیم غمدین منقطع به شما گپ زنیم بعد دیگه آدم ها گفتن نمیتونیم خداوند نگهبانتون باشه
تشکر دادارم. تمام باشه نفر جان. بسیار تشکر. یک فیلسوف بزرگ گفته است، چون یک با عالم فلسفه هم نظر کنیم، گفته است برای زندگی کردن ماهی باید مقابل مجرا هم شنا کرده تواند، چون که هم سمت مجرای آب ماهی مرده هم رفتن میگیرد. ماهی اگر میرد هم سمت مجرای آب رفتن میگیرد. ماهی باید مقابل مجرا هم برآمده تواند. انسان باید فکری خودش رو هم داشته باشد. با همین فرقیتش و انسان است. هر کس باید اندیشه های خودش را آزاداندیشانه بیان کرده توانسته باشد. زنگ دیگر را قبول میکنیم. مرحمت. الو. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع چی موضوع است بچه؟ موضوع اسراف است برادر جان. اسراف؟ بله اسراف. اسراف حرام است. دیدگاه اسلام اسراف حرام است خواهر جان. یکی جا برنامه شما را ما نگاه کردیم میشنویم، بسیار مردای هستن که ای زنها مینالند تو نداریم زن بگیریم. در تاجیکستان ما زن از همه چیز ارزان زن است. متاسفانه بله. در $1000 $1500 دخترش مردک میبرد میتید. یکی در دیگه مملکت ها کم 20000 $10,000 میتی باز زن میگیری. شما قلین را در نظر دارید؟ قلین در نظر دارید. ما انقدر سرفهم موضوع نمی رویم، چون که در شمال کشور این مفهوم نیست. قلین مثلا این کلمه خیلی قلین نمیشه. وقتی که ما از قرآن از خدا که دور شدیم بعد هم خیلی نافهمی بسیار میشود. باید حق زن بتی آخیش. خیلی زن حق شنم بتی. وقتی ما را زن گرفت دیگه حق نداره. چکار میکنه؟ مال همون زن میخواه صراف استفاده میبره. قطعی شوارش نمیخوره سومی و دیگه حق نداره شما. یکی خشتمانایی که دایجه شنویدیم بگیم نولان که ما سوم دادیم نمیوریم برای که همون مار بیخبرم ده خوار جون. خب فهمیدم شما را برادر. تشکر برای زنگتان. خب در امان خدا باشید. شما نیز در امان پروردگار باشد. اینجا درباره قلین گفتن. راستی در شمالی تاجیکستان ما شنیدیم اما درک نمی کنیم این چیز، چون که وجود ندارد همین چیز. در آغاز برنامه هم وقتی تهیه میکردم برنامه را فکر کردم شاید در این موضوع هم نفری حرف میزند چی باید گفت. به هر حال من بعد میاموزم که این چی است، چرا میپردازند، با کی میپردازند، از کجا میپردازند، باید آموخت. خب برنامه پرنده مهاجر و موضوع اسراف است. زنگ دیگر را قبول میکنیم. بعد برنامه فقط از ما شکایت میکنند که چرا زنگشان را نبرداشتیم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. خب بفرمایید برادر جان. برنامه اسراف است نه؟ پرنده های مهاجر بله موضوع اسراف است. موضوع اسراف. خب ما خواستم که در این باره کمی صحبت داشته باشم. خب همین وقتی که مثال میکنند انا گپ میزنن که بله رسخود بسرای نه که همینا خودشون امرو میکنن. میره اون که مجبور نمیکنه. همینا نمیتونن خچون تویوی بله بله مجبور نمیکنن. درست همین را گفتنیم بودیم. بانوان خودشون میکنن. همین مردم خودش میکنن اما تویوی بیهوده نکنن، رجدینی نکنن. مثال نکنن بیهوده و بهوده سالو سه بگی نو پنجشنبگی پنوی شو نکنن. بله از کوچانک و باز شریعت هم من کدگه، حکومت هم من کدگه. وقتی خودشون میکنن و در اینجا خودشون میگن که انا امیر اسراف های امیر بتونین امینو را مسد امیر موضوع را برس امیر سخانه را برسونین شما امیر بهتره. بله دادر شما گفتید خودشون میکنند. فکر میکنند این را خدایی کرده ایستاندن. اگر به خاطر رضایت خدا می بود ریا نمیکردند. از همسایه گذرانم، از دیگرش گذرانم. بام صحت خانه را ویران میکنند تا از بام همسایه بلندتر باشد، چون که همسایه بامش را نو کرد. یکی رنگ میکند رنگ دیگر میزنند. درست بر یک دیگر تقلید کاری کرده.
میخواهند پیشتر گذرند و خودشان را نمایش دهند. این علاقه ریا است. این به خاطر خدا نیست، این ریا است. درست است. خودشان اصراف میکنند. بله. درست. به خاطر خدا یک رقم صدقه هم صدقه این خیره، سلام دادن خیره، کمک کردن خودش خیره، صدقه. اینا باید به خاطر الله شده گناه کردن هم جایز نیست آخه. درست است. نداره قرض داره معرکه کلان. میفهمم. بعد مینولن که مثلا مینولن که ما در مهاجرتیم، ما چند سال شد نرفتیم، خیلی نرفتیم، مثلا بگیم که کمبودی خودی چونه، یعنی که عیب خود چونه. اما مقصد که هر کسی که میگه که همین اسراف حرام است، ولی آیت قرآن هم هست که کسی اسراف میکنه برادر شیطان است و شما یقین دارین که شیطان نزد من کافر است میگه الله. مقصد چرا میگیم و نمیکنیم؟ بله من فکر شما رو فهمیدم. درست. گفت فقط در سر گفتن نیست، در عمل است. بله با همون خاطر بعد ما یک چیز دیگر هم میخواهم برسونم که انا وقتی حرام کرده زیاد شید مثال برکت نمیشه. اگر اسراف هم نداشته باشید. الو. بله همین شیطان است که وادار میکنه. چرا وادارت تو نداری؟ نه من حال مثال از برای شیطان هم گم میزنیم که مثلا شیطان میگمون ولی میفهمون وقت میفهمونن که همین کار حرام است، حالا که اینجا دیگه باید شیطان راه نداریم. بعدی که شنیدی که حرام است درست نیست دیگه شیطان زورش نمیرسه، حالا که خودش میکنه و شخص وقتی ندونه ها شیطان خودش میکنه. اما من خواستم که ای همه چی اساسی را بگیریم. هست مردمی که عموما اسراف ندارد ولی برکت ندارد. از چی سبب برکت نداره؟ از سببی که حرام کرده را بسیار استفاده میبره، با مانندی ریب گوش کردن، موسیقی گوش کردن، دشنمای بیهوده. مقصد امی چی ها بسیار میکنن، در کنکورس ها بازی کردن و اینا اینجا در مثلا زنای بینیکار دارن، فریب میکنن، عرق و سیگارت ناسا میکشن. برکت نیست. باز میگویند زحمت میکشیم مهنت میکنیم اما یکمون دو نمیشود میگویند هم. باز ادعا هم میکنند بر خداوند. درست. ولی هزار رحمت. انک رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مهاجر کیست؟ غریب کیست؟ مهاجر همون کسی که از حرام کرده خدا میگرزه، اینا میگن مهاجر. هجرت میکنه. اینا هجرت در همین غریبی همین خونه بیرش نمیره، غریبی میدونن. بله بله. غریبی نه تنهاییه. خب بهترین. خب برادر جان معلومات دینی هم خیلی بسیار گرفتیم از این گفتار. درست قید کردن. حرام که بسیار شد برکت میپرد. پریدن برکت هم علاقه اسراف است. اسراف خیری که در خانه باید آن را می داشتید اما از سبب نادرستی رفتار شما بیرون شد آن، یعنی خرج شد. باز هم خراجات بیهوده شد، اسراف شد. گپ در سر کار کردن پول نیست، چی خیل کار کردن نیست با کدام کو راه نه. گپ در سر صرف کردن پول است. صرف کردن. دو نفر در یک جای کار میکنند مثلا و یک خیل معاش میگیرند. یکی زندگی میکند خیلی خوب است، دیگری با همان معاش همان زندگی را خوب برده نمیتواند چون که نادرست صرف میکند پولش را. زنگ نو. بله زنگ بهت بسیار است. الو. السلام علیکم. سلام علیکم مسلم اپا. علیکم سلام. خب شما خوبه اپا جان؟ شما خوبه تینجه؟ بسیار تشکر. خداوند عمر فرزندکانتان را داده باشد، در کنارتان باشند دائما. اپا جان به حد به برنامه خوب تماشا میکنیم. باید دخترچم غریب شده آمدگیم، خواستم که قطعی شما هم صحبت شما برنامه خوب میکنه. رحمت به شما. بسیار تشکر. خدا وطن ما را تنج کنه، ما غریبا هم کسر به وطن برگردیم. خب دیدید خواهر جان میگوین خدا وطن ما را تنج کند. تنجی چیست؟ تنجی فقط آرام بودن نیست، بی جنگ آرام. به نفری اگر درباره معنویات، درباره خواندن، درباره کار باشد، کارخانه باشد، راهبری خوب باشد میگوید باز جنگ میخواهی. نه جنگ نمیخواهی. دیدید هر کس زنگ میزند وطن ما تنج شود و ما برگردیم. تنج نیست مگر
نیست. بله بله نبودن بله. کار، نبودن یک شغل درست، نبودن معاش درست، این علاقه تنجی بله. نیست. درست است، تنجی نیست علاقه. بله بله تنجی نه، تنجی باشه همه ما تاجیکا غریب میشیم در شهرهای مسافران مسلمان ها خروزار. بله میفهمم خواهر جان، شما را میفهمم. خب در موضوع اسراف چه گفتنی های دارید؟ یگان حرفه؟ بله بله اسراف حرام. هر یکی ما میایم در این غریبی مهنت میکنیم، باید همه او را به قدر امکانه استفاده بریم. اینجا مهنت میکنیم، فرزندان در تاجیکستان پدر مادر زندگی اویله در غریبی عذاب میکشیم، باید ما همه ایره مقصد وقتی که مهنت میکنیم به قدر چیزی برسیم. باید احتیاط کار باشه هم وقت. بله درست بهترین احتیاط کار بودن، یعنی درست صرفه کار بودن، با صرفه استفاده بردن. تشکر خواهر عزیز. اینقدر زنگ بله. بسیار است. سلامت باشه مسلمه اپا. تشکر. خیلی ها مسلمان میگویند صائمه یعنی صائم از کلمه صومه گرفته شده است. صیام رمضان یعنی روزه‌داری است. من در استراشن کارمند رادیو بودم، یک برنامه داشتیم رفت زنه راز بود، مکتوب می آمد و ما یک مکتوب را نخوانده بودیم، اجازه نشده بود، یک سبب های شده بودن نخوندیم، اما آن مکتوب مضمون خیلی خوب داشت. دخترکان به ما مکتوب نوشته بودند، دخترکانی که از صنف 9 مکتب را ترک کردند، دیگر صنف 10 و 11 خوانده به دانشگاه نمی رویم گفتند شاید، و از صنف 9 برآمدند و با خشابه میگویند در زبان تاجیکی ما، ازبک ها مثلا اوتاق میگویند، شاید در جنوب کشور باز چیهای دیگر گویند که از داخل سبزیجات کشته شده گیاه ها علف های بیگانه را چیده تازه میکنند و دخترکان صف میکشیدند، در کوچه میایستادند، یک مسیرگرد اتوبوس میآمد همشان را میبرد به صحرا، آنها پیاز کشته میشد تازه میکردند از علف بیگانه، یا کارتوشکا میکندند، علف دروی میرفتند، انگور کنی میرفتند، پخت چینی هم بسیار میروند. و همین دخترکان به ما نامه نوشتند. میدانید در نامه چی گفتند؟ البته معلوم است که از صنف 9 برآمدند و مکتب درست نخواندند، از گفتارشان معلوم است که آنقدر مضمون داده نتوانستند، اما همین قدرشان یک است که پشیمان هستند. دخترکان نوشتند هوا بالا گرم است، آفتاب داغ میگویند در ما، آفتاب سوزان بالای سر و نمی فراوان از زیر پا، خواهد نخواهد بیمار می شود، وای دختر است، وای آینده زن مادر می شود، کودک به دنیا می آورد، وای در آن نمی زیاد و در آن آفتاب تاسفان اولا سلامتی از سرش و ثانیا از تنش می رود، زیرا شمال می خورد به هر حال و مهنت سنگین از صبح تا شام می کنند، پول کار میکنند، چیکار میکنند؟ جمع میکنند، کورپه میکنند. برای یک دختر عروس شدن 10 تا کورپه میبرند. انا یک انصاف کردن گفتن 8 تا بیارید، 10 تا نه، لازم نه. چرا 8 تا کورپه؟ استفاده نمیبرند کو؟ استفاده نمیبرند. امروز عروس ها همراه خود دیوان میبرند، مثلا میبل میبرند اینقدر و همین کورپه ها تخمان را پر میکنند و فرزندانشان هم لازم نه. امروز تاجیکان آن عادت های عرف های پیشینه را که خانه مهمان می آمد هفته می خوابید، آن عرف عادت را گم کردند. مهمان هم کو نصف وطن در مهاجرت است و این خراجات بیهوده است. مهنت کردند در زیر آفتاب تاسفان، در از زیر پایشان نمناکی کورپه کردن، تلاواری کردن، جهاز عروسی کردن، 1 سال استفاده بردن نبردن و گفتی خودشان از ماد از انعنه ماند. اما یک دخترک یک سخن پرتاثیر گفته است اونجا که اگر همین تلاواری هایم را، همین کورپه هایم را، همین جهازم را، همش را به نفر بخشم، فرزندار می شوم. فرزندار نشده ایستاده است، شمال خورده است، سخت شمال خورده است. دیگر برای طبابتش هم پول بسیار درکار است. برای طبابت او باز نفر دیگر مردکاری میکند، علف میدورد، خشابه میکند، پولکار میکند. بینید چقدر نادرست است همون سازش زندگی ما، سازگار نیست، یعنی همون رفت زندگی ما. زنگ نو. بله السلام علیکم.
و علیکم السلام سوزی نپا. تشکر. شکر خداوند کریم. خداوند اما ما رو نگهبان باشه، ما یک غریب بچه. غریبان را خدا نگه دارد. خب حق ما دعاگو باشی نپا جان. البته در موضوع بابت موضوع یگان حرف گفتنی داره دادر جان؟ نه نپا جان، من که گفتنی دارم در حق هر یک غریب بچه دعاگو باشی. البته بهترین. من از هر یک نفری که امروز چشم بر همین شبکه یوتیوب دارد، کانال پیام تیوی را گوش میکند، برنامه پرنده های مهاجر را، از شما چی میرود؟ دست بردارید، دعا کنید. دعا کنید که خداوند مهاجران را سالم و بردم نگه دارد. به هر حال خیلی گفتیم نان بیارکان وطن، روزی کشانکان وطن هستند. روزی دراز زحمت میکشند و کار میکنند. از اهل وطن دعا میخواهم آمین کنید. آمین کنید که همه مهاجران را خداوند نگه داشته باشد. و برای همین دادرکه که عین حال زنگ زده از شما دعا میخواهد، یک تا لایک نمیگذارید؟ پخش کنید، لایک را پخش کنید. از شما چی میرود؟ این هم بیپول دعا، هم البته از شما زحمتی فراوان نمیخواهم، فقط یک کف دعای نیک کنید. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. یک عالم ترک بود، انیق نامش در خاطرم نیست، تا برنامه های دیگر شاید نامش را پیدا کرده برایتان گویم. یک تحقیقات علمی برده است در باب دعا. او در بیمارخانه کار میکرده است که شعبه جراحی داشته است، جراحی های وزنی این را میگذراندند و آن دکتر گفته است که در طول 30 سال فعالیت خودم بسیار بیماران الکی از حالت طبابت گذشتند، نمی شود طبابت کرده، اما والدینش نمی فهمند. هرچند میگوییم که ما فایز خوردکک داریم برای سلامت ماندنش، آنها مجبور میکنند ما جراحی کنیم، اما معجزه است که خیلی از آنها شفا مییابند. میدانید چرا؟ آن دکتر آموخته است، والدینش با خویش و تبارش همراه پس تیرزه شعبه جراحی نشسته، یک شب و یک روز قریب گریسته دعا میکنند. اگر دست برداشته دعا کرده، خدای بزرگ شر میکند که دستش تو را خالی برگرداند. رو به درگاهش کی آوردی و گشت ناامید؟ گرگدا کاهل بود، تأثیر صاحب خانه چیست؟ ما که سخت یک روی کرده دعا میکنیم، خدا جان مهربان، خدا جان مهربان همان مهاجرانمان را نگه دار، برای وطن ما نان بیار، همانها هستند. البته خدا جان زنگ نو را قبول میکنیم. خدا جان دعای ما را مستجاب میگرداند. السلام علیکم. علیکم سلام. بسیار گپ زدم من خواهر جان. تشکر. حرف زنید، شبکه از شماست. امروز برنامه‌تان درباره اسراف بود، می‌خواستم که یک صدای شخصا به خود اشتباه کنم. پس میاد صدایتان. من همین از مهاجر هستم. خب. یک روز همراه یک دوست افغانیان، اونا یک ما نمیشنویم خواهر جان، تلفن را نزدیکتر میگرفتید. باشد آواز نیست؟ بله هست. میخوام که درباره اسراف کمتر گپ زنم. یک روز همراه یک دوست افغانیان، یک خواهر افغانی، خانه یک زن ترکی مهمان شده. خب و از جهت اقتصادی خیلی زندگی خوب داشت زن ترک. وقتی که ما مهمان شدیم و بنای زیبا اومد بعد پذیرایی گفت که یعنی که حاضر طعام میکشم، از من پرسان کرد که میخوایی؟ من همچون عادت زنانه خودی تاجیکا متفل هستیم یا یک شرم داریم یک چی داریم نمیدونم، همین عادت هست که مهمان شاید اگر ما پرسند ما نمیگه. من گفتم که نه رحمت زحمت نکشید و دوست خواهر افغانی گفت که بله من میخوام. برای من خواهر یک کاسه از همون شوربه ترکی، یعنی از همون مرجم یک شوربه آورده، برای من نآورد. در اول برای من خیلی سخت تاثیر کرد، چون که ما تاجیکا این عادت را نداریم، مهمان را خوب پذیرایی میکنیم. بله که در راه می آمده فکر میکردم، گفتم نه نباید من قهر کنم خفه شوم از این دوستم، ولی بهترین کار کرد وقتی که من گفتم اسراف نکرد. مثل ما تاجیک ها پشت هم چند پشت هم نآوردم، مثلا سوال کرد که میخوایی یا نمیخوایی، که همون کاسه شوربه من
خواهر جان آنها روی راست میگویند آنچه میخواهند، اما نه گفتن این عادت زنانه است. زن اگرچه میخواهد هم نمیگوید. این در پسیکولوژی زنها هست. عادت تاجیکانه ما از باری اول من در این مقطع سیتویت روبرو شدم، بسیار خودم را راحت حس کردم. بعد فکر کردم گفتم نه ما از دوستم خفه شوم. بله درست. کردی اصلا نکرد. درست است. اگر اینجا گفتنی هستم که هست ببینید درون مردم ما تاجیکا باشیم اینقدر اسراف میکنیم برای یک مهمان شده چندین توانها میپذیریم. ممکن یک روز دو روز خود را در همون آشخانه صرف میکنیم. دیگر ملت این هم اسراف است. قدر بله همین را خواستم قید کنم. بهترین موضوع. خب خواهر جان خیلی موضوع خوب را قید کرده ایستادند، فقط صدایشان آنجا ضعیف آمده ایستاده است، کم آمده ایستاده است. شاید سبب تکنیکی از ما باشد یا از خودی خواهر جان، زیرا ما دیگرها را درست قبول کرده توانستیم. گفتند درباره عادات افغان ها، ما همه خیل چای نمی نوشه میگوید، باز چرخ زده بیای هم میگویند، اومده است یک پایه در همین جا هم میگویند. ما هم خیلی عادت ها داریم و افغان ها اگر میپرسند تو میخوری نگوید نمی بیارند. برای یک مهمان گفتند خواهر جان یک روز دراز عمرمان در آشخانه میگذرد، شاید همون مهمان اینقدر طعام بسیاری پخته ما را تناول هم نکند، همراهش نشسته یک حرف خوبه گفتن الکی، این هم یک از طعام بهتر است. همراه صحبت کردن نشستن با دوستان، نان و پیاز گفتند، آش یک به یکی سرگوشت روغن نگفتند که در مقال خلق زنگ دیگر. مرحمت. الو السلام علیکم. و علیکم سلام. دادر جان شبکه از شماست؟ اسراف برنامه امروز. میبخشید برنامه شما هدفش چیه اپا جان؟ هدفش این است که ما معنویات مردم را هم جهت ماده، هم جهت معنوی، هم جهت اقتصادی برداشته باشیم. هدف همین قدر است. مقصد این برنامه. میبینید ما در سیاست نگفتیم، قصه ها رومانتیکی شما نخوندیم. از سیاست گم نمیزنه اخیر؟ خب الو بله دادر گوش میکنیم. شما را ماموز زیر اطاعت پیمانی خوینایی نه اپا جان؟ پیمان خائنان، من این عباره را بار اول میشنوم. پیمان خائنان نه در مخالفین نه در طرفداران پیمان خائنان عباره نیست. اگر من بعد میپیوندند با ما، اگر درست میافتند همان نام را پیمان خائنان، اگر حرف نکو گفتن، مردم را به فرهنگ دعوت کردن، بر معنویات اسراف نکنید، غم مهاجران را خورید گفتن، برای فرزندانتان به جای اسراف بیهوده کتاب و دفتر خرید خوانانید گفتن، این همه اگر خائنی باشد چه خوب است که خائن باشه. اگر همین معنای خائن همین قدر باشد که غم معنویات مردم را خورده باشه. اگر من سر یک منبر برایم ملت غیر باشد، تاجیکی را نداند، من گویم میدانید خائن چی است؟ در زبان تاجیکی خائن همان نفری است که عدالت گفتن میخواهد، حق گفتن میخواهد. خائن همان نفری است که میخواهد به جای این همه صرف و خرج بیهوده دعوت کند مردم پای دریافت درک و معنویات خوبه باشند، عقل و آداب یاد گیرند، مکتب خوانند، مهاجر نشوند، در وطن کار کنند. انا همین همه این را میخواسته ها خائنند و آن ملت غیر میگوید ما تاج خائن، آن همون خیل بس هم خائن میگویند ازبیکا. من درست فهمیدم؟ بیایید از موضوع بیرون نمیرویم. موضوع اسراف بود. وقت اسراف کردیم. وقت پول است. اسراف وقت هم حرام است البته. برای همین بیهوده بیاید حرف نمیزنیم. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. علیکم السلام. آواز میاد؟ البته میآید. دادر جان گوش میکنیم شما را. در موضوع اسراف بودن؟ بله. ما گفتنیم که اسراف نه تنها بر پول رسود کردن یا که دیگر چی،
اسراف میشود که وقت انسان البته فرض کردیم وقت انسان از همه چیز مهم وقت انسانه. همین برنامه هایی که شما میکنن همین وقت نماز رو میگیرد، همین هم اسرافه. شما راضی هستین با این گپی ما؟ البته راضی هستم. وقت نماز رو میگیرد. اگر یک دولت ده که انسان وقت نماز میشه برنامه شما سر میشه گوش کردن میسته همین اسراف میشه. شما گناهگار میشین در جای راست شوی اپا جان. راضی هستم. بهترین فکر شما اندیشه آزاد گفتن این هم بهترین. اسراف دولت، اسراف ایست، اسراف وای. ما گفتنیم که همین قدر اسرافایی که آدمو میگن با خود کردنی گفتنیم که همین رحمانوف در یتیم خانه ها، در خانه پیرانسالان، در کودک خانه ها وقتی که رسخاب میکنه یگان جوی وایش نیست ده فهمیدین؟ بله یگان جوی که وای نداره значит راه توره. خب دادر جان من وقت نماز شما را نگیرم. خوبش نماز میخواند تا اسراف نشود فرصتتان. وقت در دنیا یک خیل نیست. مثلا در وطن عین حال ساعت شاید 21 باشد، نزدیک 21، اما در ما چنین نیست. در مسکو دیگر وقت است و ما ساعتی برنامه را از روی ساعتی مسکو گفتیم. شاید نماز شام بود آنجا میخواندند بعد وارد میشدند. انا مثلا 2 ساعت و 3 ساعت از تالارهای بزرگ کنسرت میدهند. اینها وقتی نماز اسراف میشود. ما فقط یک چیز رو درک نکردم. اینجا رحمانوف چه دخل داشت؟ بر یتیم خانه ها بردند، حلالشان بادا. یتیمان تناول کردند، پوشیدند، تامین شدند، حلالشان بادا. این بر دفتر اعمال آن نفران نوشته می شود و در دفتر اعمال من هم نوشته می شود که مردم را برای بازداشتن از اسراف برنامه کرد و در شبکه یوتیوب همین برنامه ما سالیانی بسیار باقی میماند. شاید نبیره های ما هم تماشا میکنند میگن پس اسراف حرام بوده است. بین چقدر امکی چقدر خاله ها زنگ زده گفتند که حرام است، اسراف نباید کنیم. و بعد مرگ من هم دفتر اعمال من پوشیده نمی شود چون که خیلی ها از آن بهره خواهند برداشت. ترازو را درست نگاه کنید دادر جان. بله واقعا هنگام درباره نماز گپ میزنند، درباره دین گپ میزنند. باید پیشوای دین را پرستار باشیم، از گفته های پیشوای دین گویم، از بزرگی های پیشوای دین گویم، چون گپ درباره نماز رفت. اگر درباره سیاست خردمندانه میرفت زنگ دیگر را قبول میکنیم. من بسیار حرف نزنم، از موضوع نمیرویم. اسراف بود موضوع. چی باید کرد که اسرافکاری در وطن کم کرده شود؟ الو. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. شما بخیر شدی باشد. من میخواستم از فکر اندیشه من نسبت همین اسرافکاری کوتاه گفته بگذارم. ولی البته مرحمت. من فکر میکنم که البته که فکر شخصی ما است، ما هم در مهاجرت هستیم و امی موضوع شما گذاشتین به حد موضوع خوب. ما زنکار، ما شخصا خودی ما زنکار را گناهکار نمیکنم. ما حکومت امروزه را گناهکار میکنم که مردم از دین اسلام دور کرد. تا وقتی که طالب علما بودن بالای منبرها صحبت میکردن گپ میزدن، شخصا خودی بنده منطقه کلوب میشم خیلی با ترتیب در آورده بودن که حتی پرسنخری گم شده بود. دخترها شوهر میدادن. همین حاجی میرزا میگفت که بجای او قدر چیز چورا کرتا و لباس زیاد بجای مقصد شفنیر تلویزیون دیگر و کتاب قرآنش بتین خیلی گوش میکردن. خب تو اندازه را مردم به دین اسلام نزدیک شده بود. مردم من نمیگم که مردم همه گوش کنه گپ مرا حکمت گناهگار کنه. فکر شخصی بنده یکم حکمت اسلام بیزار امروزه ما طالب علم را چیکار کرد؟ ایمین برا فروارد مردم از دین اسلام دور کرد. تنظیم میکنه در عید خربزه و تربازش تنظیم نیست، اسراف نیست. هزارها میلیون ها پولهایی که
جو با عرق جبین و خون جگر کار میکنن میفرستن، پدر مادرش سوم نالوگ میسپاره، بودجه دولت میگیرن، رسخود میکنن. او اسراف نیست. در ایده که مسلمان به این دوره در همون دسترخوان یک به یک میکنه اسراف میگه. بهترین اصلا برای این موضوع ما راجع به موضوع اکنون آمدیم. بله با فکر شخصی بنده ایش که اگر نگار کردن نیست، مردم باید که حل اساسی مشکلات همینه که فقط تا وقتی که نمو مادره که گفت که من سحر میرم بچه ها را دیدم در 30 گرج خنکی در بالای کریش کار میکنن. امی پرابلم اساسی ما همو توته که در سر رولش تگه پرایوت میکنه. اگر همو را نیست نکنیم، من نمیگم که ما دیگه کشورها مهاجرت ندارن، با طرز دیپلماتی بیان از حقوق ما دفاع کنن. شرم شب بخشش زیاد باشه، اپا خواهر 5 ساله ما را تجاوز کردن کشتن که جا شد حق حقوق یک است. با طرز دیپلماتی فقط حکومت ما چیکار میکنن؟ در مسئله مهاجران نوتا میپرتویا. خب میفهمم. بله میفهمم. با طرز دیپلماتی آماده ششتخیز ما را حل نمیکنن کارو ما را. بعد چیکار میکنن؟ اسراف نکنین. اسرافکار برادری اسرافکار میگه برادر شیطان خودش میاد در اید خربزه چیکار میکنه؟ خربزه کو میسازه، اید گلی لولا میکنه یا اسراف نبده. بله یک دیگه کلان که در افسانه میگن دیگه چیلگوشه آش پلاو میکنن با کلند آن را میگیرن. این همه اسراف است. آیا مهاجری بیچاره که برای برنجدانه های آن زحمت کشید آش خورده ایستاده است در روسیه، یک استکان کیفر یک تا بولچکه میخورد، انا روزش گذشت. همین من خواهش میکنم مردم مهاجر که از کم ترک وسیع‌تر نگاه کنین، وسیع‌تر نگاه کنین، قدر در بدری و خاک بسری و همه در جای. اگر که در پیش زنت باشه در وطن نیمی همیچ خیلی که شما گفتین که یک زنه که پولشنه اتوبوس در روز 1000 روبل میگیره، اگر در روسیه همون را در تاجیکستان بگیره، مرد در پیش میتونه کنترل زن کنه. میتونه که میبینن زنکا میان میبینن اون قدر. نه فقط باید ما زنکا را گناهگار کنیم. مردکا کم ترک هم باشن، ناموس مردکونه بالا کنین که دین اسلام بین بوده است، مقدس ما را بین بوده است. جشن صدا اسراف نبوده است. ایدی خربزه، سر گلی لولا، ایدی اطلس اینا اسراف نبوده است. فقط چی اسراف بوده است؟ او یکی ما در ایدی وقت را اسراف میکند و برنامه میکند اسراف نکنید میگوید این اسراف است. درست. با 4 کس دیگر میبره در همون جای مدرای دایره بعد است. دیگه خوش آمدی پیشوای ملت ما، برای مردگی ما بهترین انسانی با قدمای خطی همه گلگون شکفون شده هایمو. سلامت باشین. دیگه وقت زیاد نمیگیرم. اگر کم سخت باشین بخشش میپرسم. مردم کم ترک ناموس جوان مردنا بدور کنین که خواهراتون سر لیج نکنه تاجیکستان. تشکر. این هم فکر شخصیتان بود. ما نه فکر شخصی شما را، نه فکر نفری را که از کرامات و از بزرگی و از سخاوت راهبر دولت گفتند این کار نمی کنیم. هر دو درست است. فقط آمیخته نکنند. برای وسیع‌تر فراختر درک کردن موضوع عقل بزرگتر لازم است، درک بزرگتر لازم است. ما اینجا کارگردانی برنامه میگن 15 دقیقه دیگر فرصت داریم. زنگ دیگر را قبول میکنیم. شکایت بسیار نشود که زنگ ما را قبول نکردید. الو، السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. ما همین اگر گفتنی موضوع همین ادو چوپلو زنگ زد اسرافی را میگن و دختر امام علی میره 35,000 دلار در یک روز اویخ میکنه و اسراف نیست. چی دی چوپلوسایی را گوانه میسنن؟ خیلی 35,000 دلار را زحمت کشیده کار کردگیستند. و زحمت ایجا کشیده خلق ما و شما بیچاره زیدگی هم. ما خطا میگیم. نه درست است. اسراف است. موضوع اسراف است. شما از موضوع بیرون نرفتید. نه ما موضوع بیرون نمیرویم. ما خیلی اون چاپلوسای زنگ میزنن وقتی نماز اسراف میگن، وقتی را وقت میگیریم میگن و چی را وقت نمیگن که دختر امام علی اسراف میکنه. ای را گاو نمیزنن. بله خواجه کمال خوجندی میگوید چون تو در غربت نافتادی چیدانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب میداند مهنت غربت چگونه است. درست گفتید اسراف است، اما چشم درست بین کم است که داند که کی اسراف کرده ایستاده است.
ما شما را فهمیدم ما برای پجان های موضوع بیرون برآمدن نیست برای همین چاپلوس ها گفتنیم که اسراف به حد کلام اسراف رفته تا نه برادرم گفت که هر روز یا اید میکنن اسراف نه یا سالده دو بار ایدی رمضان ایدی قربان میشه ایره اسراف میگن برای همون کودکایی که چیه همون دو پچکه میخری همه را نمیمونه اسراف میگن هر روز راست خدای به معنی اینا تلویزیون دانشو میتونن یا اسراف می برای هم چاپلوس ها گفتنیم که اول همه آدمای پیشینه ما گفتن که اول گریوان اختبین بعد دیگه کسا خان اول در وطن همون بین چی راست خدا بعد گودانه گفت این چاپلوس ها در راست خدا مالی سلامت باشه نفر. خب تشکر. یکی برای زنگشون تشکر. برادری عزیز آزادی سخن برای همه کفالت داده می شود. سرقانون وطنی عزیز ماده سیوم بله این را کفالت داده شده است در این ماده کفالت داده شده است. برای همین هم من مقابل سرقانون وطن چیزی گفتن نمیخواهم زنگ دیگر را قبول میکنیم. بله یکی از هدفهای برنامه پیوستن هموطنان با مهاجران است. و علیکم السلام خواهر جان گپ زنید. من خواستم یک نظر شخصی را ابراز کنم. البته مرحمت. همین مسئله که همین مردمی که در داخل تاجیکستانند عادت کردن نگاه به دست دیگرها میکنند، یعنی با امیدی که همون خوش و توارایی که در خارجند در روسیه یا در دیگر دولت ها اگر مثلا اگر روسیه باشد با کمی میفهمند که اونجا دشوارتر است، لیکن اگر نزدیکانشون در یکی از دولت های غرب باشد این ماننده که کانی طلایی یافتند دیگر هر یک مسئله که تلفن میکنن و بچم این مشکل هست این سلامتی هست اینجا توی هست اینجا یک از دنیا گذشت خدایی است. الحمدلله خیلی مدتی 13-14 سال است که من در طرف های غرب زندگی میکنم روی میکنم شاید منت شود، لیکن همین که چه شما بگویم وقتی که من دادرم به زنگ میزنم میگویم من در توی معرکتان شرکت نمیکنم، دادرم بر من میگوید که اپا ما آش نخوردیم همین رفتیم خدایی رفتیم، من نیاز به همون نان و اوقاتی سری در سرخانه‌شان نیستم، من نیاز به یک صحبت دوستانه به خش و توار به یک رفت و آمد دارم. وقتی که ما در غرب سالها کتی نمیبینیم همدیگر را تنها از ما پول طلب میکنن، الحمدلله همه امکانیت رو داریم که رای میکنیم لیکن در عوضش ما هیچی نمیگیریم. همون بعدی 9 سال 8 سال که میریم خبرگیری همچون مهمان بیگانه بریم میبیم و میریم خلاص. همون با من میخواستم که همین امکانیت مردم خودم را منم یکی از فعالان همین راه مبارزه میخوام شوم. چرا که چون که من میبینم که فایده ندارد از اینجا من شیشته روی کردن گیرم هیچ فایده ندارد. اینا حال خودشانه نمیخواهند تغییر دادن. همین کم کم بیاد الحمدلله میگن و میشینن، نه یک حرکتی خواندن نه یک حرکتی کار کردن، فقط شکایت از همین دولت. میفهمم برای همین باید فعال شدن در کار. این مردم طرز فکرشون الکه باید عوض کنیم. بله تا خودشان نخواهند تغییر یافتند کسی آنها را تغییر دادن نمیتواند. درست گفتید طرز فکرانی را باید دیگرگون کرد. راست برای که مثلا با همین مثال میزنم شاید منت شود. مثلا من گفتم توی دادرم با $2000 روی میکنم، دستم نرسید 1500 روی کردم، بعد یک ماهش تلفن کردن گفتن همون $500 گفته بودی کو بچم هوایم روی کن یک مشکلی پیش آورد اومد همون ما باید حل کنیم. مایل همون $500 همچون خرس که در سرم شد من رابان کردم، لیکن وقتی که من تاجیکستان رفتم از همون توی دادرم شنیدم باور کنید علم‌آورم باشدم حتی مادرم حتی یگان کس به دهان نگفت که همین دختر همین مبلغ رو روی کردن، گفتن $100 احمد داد $100 فلانچه داد.
لیکن $2000 هیچ کس نه در یادشان هست و به یادم نمیبیارن. بله ما همین اکنون من از شما یک سوال داشتم. وقتی که هم خیلی شما حس میکنید که از شما تنها پول میخواهند و خلاص، در همین حالت شما باید چیکار کنید؟ همچون فرزند باید وظیفتون را انجام دهید یا که گوید که نه بس است؟ چی باید کرد؟ با این سوال البته دانشمندان باید جواب گویند. من که اثر نگذراندم. حالا شما گفتید $500 راهی کردم، 1,500. با همین $500 یک نفر میتواند توی خانه‌دار شویش را کاملا گذرانده باشد با پررگی. ببینید چقدر این هم اسراف است. آنچه که همین خواهرک عزیز گفتند شاید در نظر شما چنین نمود که خانواده را گفتند، غیبت نکردند، نام کسی را نگرفتند، نام خودشان را هم نگفتند و بغیر از اهل خانوادهشان و خودشان کسی نمیداند گپ درباره کی رفت. اما گپ درباره اسراف رفت. در روسیه یک زن یک مدت کوتاه همخانه ما بود، یک دختر داشت همگی دیگر ذریات نداشت و همان دختر هم بیمار بود و دیگر فرزنددار شده هم نمیتوانست. میدانید چرا؟ اسراف بیهوده کرده. تمام عمر زحمت کشیده است تا خواهر و دادر و دادرچه های دیگرش را عائله دار کند و از همین زنی که به روسیه رفت فقط اهل وطن امیدوار بودند که چیز راهی کند، فرستد. در روسیه در کوچه ها باغ پول نیست که گل کند و هر سال اندازد و ما آن را برچیده میوه برین به تاجیکستان برده باشیم. آنها هم زحمت کشیده قوت لایمات خود را به زور مییابند. فقط طرز زندگی ما خیلی دشوار است نسبت به آنها ساده ترین کرده زندگی میکنند. یک زنگ آخرین را قبول میکنیم چون که آغازها انتها پذیر هستند و فرصتی برای برنامه جدا شده قریب که به پایان میرسد. من خودم ندانسته میمانم که 2 ساعت خیلی تیز گذشته میرود و واقعا ما بعد نماز شام آغاز کرده تا بعد از آن که تا نماز تهجد میشود خفتن را خوانیم باز هم نگاه میکنم چرا از نماز اسراف کردیم. مرحمت زنگ آخرین را قبول میکنم و برنامه را باید انتها بخشیده باشیم. مخلصان عزیز و گرامی، همین یک شعرکی را بسیار میخواستم برایتان قرائت کنم و 2 مصرعش خوانده شد. وطن می‌دراید به خواب مهاجر، گران است به حد عذاب مهاجر. دلش میزند گم به فرزندکانش، خدایا پناه ده خطاب مهاجر. گه سیر و گاه گرسنه غریب است، خدا سهل گردان حساب مهاجر. دلش در گداز است سر جانماز است، دوچند است اجر و ثواب مهاجر. سیه جرده گفتند حقوقش نهفتند، تو بر ما عزیزی جناب مهاجر. چو این دم گمان است پگاهش چیسان است، سر هر نفس اضطراب مهاجر. مهاجر تو تا کی غریبی؟ سوالم ندارد جواب مهاجر. پی روزی هموطن می شتابد، نهایت ندارد شتاب مهاجر. سلام ای وطندار، خیر ای وطندار، سر و انتهای خطاب مهاجر. هنوز سلام گفته اهل وطن را ندیده، فرصتی رفته کار کردن میاد خیر میگن. زنگ آخرین را قبول میکنم که باشند آخرین نفری ما. الو السلام علیکم. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. روزتون بخیر اپا جان. روز شما هم. برنامه ایروز اپا جان در اسراف هایده؟ بله برای اسراف اپا جان. شامتان بخیر باشد. بله برنامه خوب خیر رحمت بهت برنامه خوب. چرا خاموش کردند؟ در خط گپ میزنم. خب الو. بله الو. بله میشنویم. برادر خودم من از اویله خودم اپا جان باید دارم همین خیلی بفهمونم شما را اپا جان. همین اسرافکاری میبینم با چشمم. من الکی چند بار جنگ کردم تحقیق کردم که آخه چی در کار همین کارو خود نشانتی ایرسه مهنت میکنی کار میکنی فرق نداره که جای باشه مهنت میکنی کار میره قرضداری مثال
همون چیزا با اهل اویله خودت رسخوت میاد زندگی تا پیش بر خود نمایی میکنه و یک کار میکنه که همون کار وفشی اپا جون گو قرضداری میره هم مگزین 200 300 150,000 شما قرض میکنن معرکه میگذارن با همین هفته نیم هفته زندگی میکنی میبیای همین راستی همین کارا بله اسرافکاری به حد خودش من گفتنیم که از میبینم همین کارا ایتاک یک کسی هم معرکه میکنه باید او همسایه خیلی قرض کنه باید زوانیت کنه باید گو فروشه باید رنگ همو بکنه ده بله خیلی گفتیم تعصب میکنن بر به حد جان همین کار به حد کاری خوبه اگر بگذار آدمان همین کم مثال همین اسرافکاری در چکن انشالله خیلی با اویله ها خوب میشوه کم بغل نگاه میکنه اصل همو اویله را پجا وفشه وضعیتش بیزه باید برای قرض کنه باید گو فروشه باید یک چیز فروشه رنگ همسایه معرکه کنه همین کارا چی در کار نپجون میگه همه اویله خیلی وای دوره بچی خودش میکنه این کم بغل تو چی وای میکنی بچه زنگ میزنه آیا کم کس قرض در کار ای روسیه تو تاجیکستان باید قرض کنه باید رنگ هم معرکه بزنه همین کارا چی در کار نپجون خود توی ای خود نوروزی ای خود ده های خود زنده های اسراف به حد اسراف کار در همین تاجیکستان ما یگان ملت تاجیکی ما اسراف کار است لبای شهر میره لبای جامعه الحمدلله هم مسلمان و همون چنین باید یا مهمان بیاین باید ما بز بکشیم گوسفند بکشیم یه چیز نداری همون ده تخمه کبزن باید پیولچو بشید ده سربت خوب که میفهمد را شهر نیست که تو باید رای مگزین 300 400 تومان قرض کنید خطا در تای قرض می شوهرت درسته کار نمیتونه کردن جای کار نداره عذاب ده اینا رو واپس فکر نمیکنن اپا جون با خدا مثل فکر میکنن الله تشنه دیدار میاد تشنه خوراک نه گشنه خوراک نه درست گفته انا میشه اپا جون به حد با خدا اگر بگذار بانوای ما زنهای ما مادرای ما پدرای ما اکهای ما همه به حال اویله اگر همین اپا جون پیشگیری کنن بهترین اویله ها میشن بهتر آباد میشه اپا جون با خدا ایمینا اویله خمانن تا اسرافکاری در اپا جون یکم جای هم قمت جنگ میکنم آخه با کی میگوی گوشنم میگم اکا جون تو چی در کار خیلی چین هم قوت همین هفته در تاجیکستان نیستی تو چی راز خود حرام اوبال قرض داریم در خانه کار کردگی می نحوزی در مثال دستی چرگاز در بیرون کار که پول جمع میکنی میبری بودش میکنی همه گناه نیست اون نمازی خوندگی اون دعای تو چی امو اولاد سر که اول همین کاره با خودت با جان خودت جبر کنی یا سر دهنت دستات سرما زدگی میبری در یک ماه بودش میکنی میره همین که نیست ده همون پلی 10 ساله 20 ساله کار کردی نیست میشه در یک ماه اپا جون همون را بشینم چنین قوت بخار خاطی گوداکات ناز گرم خشرو هیچ کترا گو گوسپا نکشی کم هیچ که تو یا میتی او یا میکنی نیش کر صدقه را ما نکس نی قوت بهترین بله هیچ کس ما نکرد خدایی کنه صدقه کنه چنین امکان با چنین قوت اپا جون با چنین قوت اپا جون ما صدقه را ما الحمدلله همه مسلمان 90% تاجیکستان مسلمانیم اپا جون هیچ که صدقه و خیر است با چنین امکان اپا جون ترمی که ای پارا تو پارا خواهیم دو گاو بکشی 3000 سومان قرضدار خنی تا ایراسیت تو تاجیکستان شهر دتای مقصد با آب و بارون خنک دستی سرمازدگی پای شکسته هر روز مهاجر مردم میبرن باید تو برای آدم پولدار کنی چنین قوتم چند که زور رسید همون چنین نه قرضدار میکنم نه شوهر مظلوم میکنم نه اویلا مجبور میکنم بله بهترین قید کردید برادر جان اینجا 1 دقیقه مونده از فرصت برنامه‌مون و آخرین زنگی که قبول کردیم آنجا هم سخنها خیلی خوب بودند امروز برنامه رو باید خلاصه برداری کنیم خلاصه برنامه چی بود خیلی ها جانبداری آن هستند که اسراف کاری کم باشد خصوصا در این برنامه نفران حرف زدن که صاحب پول هستند چی خیلی صاحب پول نفرانی که کار میکنند همانهایی که زحمت کشیده یافته ایستادند پول را و برای زحمت خود میسوزند چه مادران چه خواهران چه برادر و دادرانی که زنگ زدند همانهایی که در هجرت مهنت کرده مبلغ یافته عذاب پولیابی را میدانند و اگر همین مبلغ یافته را در وطن نشسته ها درست رسخود میگند رسخود گویم درست میفهمید درست صرف کنند مثلا اقلا نیمی همان صرفی میکردگیشان را برای خواندن فرزندانشان
برای کتاب و دفترش، اشیای خونیشش، برای دانشگاهش صرف میکردند. آگاه میکردند از تکنولوژی نوترین زمانه. یک نوتبوک یا یک کامپیوتر میخریدند که فرزندانشان آگاه میشد از علمی دنیا. فقط برای آنجا هر خیل یوتیوب نوارهای میبرارد، تماشا میکند، تربیهش ویران میشود. نه، این همه را تنظیم کرده میشود، با خوبی استفاده کرده هم میشود. اگر این چنین استفاده میبردند مبلغ را، مثلا عروس میبرند، بگذار 20 تا نه 4 تا لباس برد و بالای 4 تا لباس یک دیپلم مانده رود به خانه شوهرش، باقی ماندهش را کار کرده مییابد، خودش عزیز میشود، پول خودش کار کرده خریدش، بیهوده خراجات نمی کند چون که مهنت می کند. آخرین گفتاری من شاهد واقعه بودم. در گردنش 3 زنجیره طلا داشت. من او را بد نمیگویم، حلالش باد، خدا نصیب کرده باشد. اما وقتی برای سرشمار اهالی نمایندگان آمدند از مقامات دولتی و گفتند روز تولد فرزندتان را میگفتید، گفت 31 فوریه بود. فوریه که 28 روز است، در 4 سال یک بار 29 روز میشد. 31 را از کجا یافت؟ انا کلندر تقویم صنف 1 صنف 2 اگر خطا کند بخشنده است، اما تقویمی که 11 سال در مکتب خواندید، بیرون از مکتب هم از روی همون تقویم اینقدر کار کردیم. انا این خیل درک و فهمش ها داریم. یک غزل سعدی بزرگوار است: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی با چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. و حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. به نصیحت آدمی شو، نه به خویشتن، که سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. آدمیت در وجود همه شما، در طینت و سیرت همه شما پایدار باشد. تا برنامه‌های دیگر که در شبکه یوتیوب پیام تیوی دیده به دیدار یکدیگر میرسیم، در پناه خداوند باشد. همه شما را به خدا میسپارم. خیر عزیزان.